رفیقمونه، همسر و پارتنرمونه. ما اینها رو باشون زندگی کردیم. درسته روانشناس نبودیم، نرفتیم، نخوندیم، اصلا اولین بار داریم با این واژه آشنا میشیم، ولی کافیه بعد از اینکه نگاه میکنیم به این سوالات مربوط به طرحواره ها، بعد برگردیم به اونا فکر کنیم. بعد قشنگ میتونیم متوجه بشیم که این شبیه فکر بابامه، شبیه حرفایی که همیشه بابام میزنه است، این شبیه فکر مامانمه، این شبیه اون دوست صمیمیمه. درسته؟ حالا ما مثلا درمانگرها به دلیل اینکه آدم‌های زیادی رو دیدیم و قبلش اینها رو میشناسیم، میتونیم بفهمیم این شبیه فلانیه. مثلا آقای شماره A، خانم شماره B. بعد خیلی جالبه بچه‌ها، باید روانشناس باشه. البته ما طرحواره درمانگر نیستیم ها، ما از طرحواره‌ها استفاده میکنیم برای یه چیز دیگه. ولی میخوام بهتون یک اشتراک تجربه از خودم بگم، خیلی جالبه. من زندگی آقای A با خانوم B رو که یک الگوی رابطه است، یک دسته‌بندی رابطه است، مثلا 3 سال پیش مراجعم بودن دیدم. 1 سال، 1 سال و نیم، 2 سال اینا اومدن پیش من. بعد خب من پرونده نوشتم دیگه. یه سری اتفاقاتی تو زندگی اینا افتاده بوده، دعواهایی داشتن، همه اینا تو پرونده ثبته. بعد اینو یک درمانگر بعد از چند سال کار به صورت تجربی متوجهش میشه. به نظر من تو هر شغلی هم که باشید اینو به دست میارید. یعنی میگید مثلا مشتریای این شکلی، پرونده‌های وکالت این شکلی. خب من از یک جایی به بعد بعضی وقتا مثلا این شکلیه که آقای شماره C میاد با خانم شماره Y، ولی اینا جلسه اولشون به جلسه دوم که میرسه، به دلیل اون مشاهده‌گری که من در طول این چند سال کار داشتم، میفهمم اینا مثلا الگوی رابطه فلانی و فلانی هست تو ذهنم میاد. بعد روایت زندگیشون هم دست منه. حتی اونا بچه دارن، مثلا این زوج بچه ندارن. میتونم پیش بینی کنم احتمالها، قطعیت نیست ولی خیلی احتمال نزدیک به قطعیته، که مثلا اینا بچه دار بشن با بچهشون چه رفتار میکنن، اینا قرار سر مثلا چی دعوا بکنن، این اگر سر مثلا تاریخ روز زن یادش بره قرار چه اتفاقی واسهشون تقریبا بیفته. خب اینقدر عجیب غریبه، اینقدر روانشناسی میتونه شبیه ریاضی باشه. حتی اگر که ما بتونیم بیسش رو بشناسیم. البته نمیخوایم حرفای زردم بزنیم، میخوایم حرفای علمی بزنیم. مثلا من میخوایم شما به صورت تجربی خودتون برسید. نگاه بکنید، براتون یه فایل خیلی مفید فرستادم. کم کم اول از خودمونم شروع نکنیم، چون ما بچه‌ها نمیتونیم در درون خودمون خیلی راحت بریم به دلیل وجود مکانیزم‌های دفاعی. ما مکانیزم دفاعی داریم. مکانیزم دفاعی رو در طول جلسات بعدی براتون خیلی بیشتر باز میکنم، ولی هی میخوام واژه‌اش رو بشنوید. مکانیزم دفاعی چیه؟ اجازه تجربه وقایع همان گونه که هست رو به من نمیده. وقایع رو برای من عوض میکنه. مثل همین حالا عینکی به نوعی که امیر مثال زد. یعنی من اگر که ازم انتقاد میشه و من بسیار آدم انتقاد ناپذیری هستم، به دلیل اینکه فکر میکنم همیشه باید اول باشم، خانواده تایید طلب یا مثلا کمالگرایی داشتم، ریشه ها همش بررسی، در نهایت از من انتقاد میشه. من انتقاد رو به شکل انتقاد نمیشنوم. مکانیزم دفاعی میاد که باز این کولیبازیاشو شروع کرد. سانسور میکنم حقیقت رو. درسته؟ فرافکنی میکنم. تو باعثش شدی. هزاران مکانیزم، هزاران که 24 تا مکانیزم دفاعی، 24 تا رو میشناسیم. بعد خودمون قشنگ میفهمیم. اینکه گاهی وقتا من به خنده شما تو جلسات واکنش نشون میدم. چرا میخندی؟ چرا اینقدر عصبانی؟ موضوع غمگینه، چرا عصبانی؟ یعنی میخوام شما رو برسونم به این که شما نمیتونید یه چیزی رو تجربه بکنید، انگار یه سدیه، یه فشاریه. خب تو بدنتون هم اینو خیلی تجربه میکنید. یعنی بدنتون هم حالت بسته داره. بدنتون هم یه حالا اینو الان خیلی نمیخوایم مفصل کنیم. حالا چون ما مکانیزم دفاعی داریم، مکانیزم دفاعی جلسات بعدی میفهمیم. چون ما مکانیزم دفاعی داریم، پس خودشناسی خیلی سخت. پس در مورد خودمون نمیتونیم حرف بزنیم، ولی خیلی راحت میتونیم در مورد دیگران حرف بزنیم.
قشنگ اینجا سبزی بذاریم بساط غیبت رو پهن کنیم تا دلتون میخواد که از عمش بگه، یکی از خالش بگه، یکی از مامان باباش بگه. خیلی راحت میتونیم الگوهای تکرار شونده عزیزامون رو ببینیم. ای بابا این بابای ما عمریه این شکلیه، این مامان ما عمریه این شکلیه. درسته؟ بعد خب وقتی اینو میبینیم حالا میریم سراغ این الگوهایی که دستتونه. خیلی راحت میتونیم بفهمیم که مامان ما طرحواره فلان رو داره، بابای ما طرحواره فلان، رفیق صمیمی ما طرحواره فلان رو داره. درسته؟ حالا البته که اگر تمرین خوب انجام ندادین حتما هفته بعدی خوب انجام بدین، چون بیس جلساتمونه دقیقه 90 نداریم، شاگردای تنبل کلاس. خب انجام بدین. بعد وقتی که انجام میدیم اعتمادمون به مسیر بیشتر میشه. ما یه نفر رو که بفهمیم، یک نفر، اون یه نفرم خودمون نباشیم، ولش کن، یه نفر رو بفهمیم. در مورد مامانمون هی فکر کنیم چرا مامان ما این شکلیه. بعد وقتی یه نفر رو میفهمیم، وقتی در مورد نفر میخونیم، ای بابا چقدر قشنگ از قبل توضیح داده شده رفتارهاش. بعد پس ما هم هستیم دیگه. حالا بریم سراغ خودمون. ما تو چه جایی گیریم که متوجهش نمیشیم. درسته؟ خب درمانم تجربیه، مثل مریم میخوام توضیح بدی. حالا ببینم کی دوست داره حرف بزنه، بگه من فلان طرحواره فلان سوالا رو که جواب دادم فلان طرحواره رو پیدا کردم. کسی هست اینجا بخواد حرف بزنه؟ بفهم. من بخشی تایید طلبی به کدوم طرحواره می‌کنه؟ معیارهای سختگیرانه. یکیش معیارهای سختگیرانه میتونه باشه. من کل زندگی به جهت اینکه دنبال تایید بابا بودم و بابام هیچ وقت من تایید نکرد. یعنی همیشه مثلا بیای بگی من 2 میلیارد قرارداد بستم، میگه اون یه چیزی توش هست که تو 2 میلیارد قرارداد بستی، حواست باشه پولاتو نخورن. همیشه گیرو خریدی، یعنی کردن تو پاچه. در حد که یه بار گفتم این کیفر خریدم 30,000 تومان، میگفتی پول بدمش تو پول می‌خرید. یعنی باید از این برم تایید نمیشه، نه چه ارزون بخرید چه گیرون. بعد خب این رسید تا دوم راهنمایی. بابا بی‌اعتماده. درسته؟ خودش طرحواره چی داره؟ بی‌اعتمادی. بعد علاوه بر بی‌اعتمادی معیارهای سختگیرانه هم داره. خب و این رسید تا دوم راهنمایی. من خیلی هم داستان می‌نوشتم، هم شعر می‌خوندم، هم شعر حفظ می‌کردم. چون خالم دبیر ادبیات بود، کتاباشون گرفتم می‌خوندم. دوم راهنمایی یک شعری تو ادبیات داشتیم، نمیدونم روزی دستن سگ عقابی به هوا باست و فلان اینا. این شعر حفظی نبود. بعد من چون خوشم اومد حفظ کردم. صبحش رفتم مدرسه، گفتم الان معلممون میاد، میگه من حفظی نبوده حفظ کردم. بعد نشسته بودم گفتم الان میاد میگه به به از آقای برادبر یاد بگیرین، شما شعر حفظیاتون حفظ نمی‌کنین، این بقیه شعرها هم حفظ. بعد همینجوری داشتم فواد می‌کردم، خودم از در من تو گفتم آقا اینو حفظ کردم. گفت حفظ کردی که حفظ کردی برای خودت دور بشی. شکست دیگه همش. بعد خیلی بد از نوبت نه شعر خوندم نه نوشتم نه کلا. بعد الان که خودم رو نگاه میکنم میبینم خیلی اینطوریم که یه کاری که میکنم یه باید بیاد بگه این اوکیه، این کاری که کردی تاییده. اگر نگه همش حس میکنم کارا رو به در نمیکنه. و اگر یکی ازت انتقاد کنه انتقاد سالم، یا شدید گارد میگیرم یا که میندازم سطح زباله. شما؟ بچه اینا خیلی جسارت ها، بگید ها. شما؟ من حس میکنم درباره بی‌اعتمادی دارم. یعنی یه جمله‌ای دارم که میگه که این چشم به این چشم اعتماد نمیکنه، یعنی دو تا یه جا رو داره ولی به هم اعتماد نداره. نمیدونم از کجا میاد. من میدونم از کجا میاد. آره خب ولی داری. آره داری. آره اگه شما مثلا به یه لیوان آب بهم بدی میگم آب مثلا یه تاریخش گذشته بود میخواست دستشو خالی کنه دیگه کوچیک‌ترین این چیزا هم من دیگه شما من یه درباره دیگه هم درباره رها شدگیه. اینو میدونم برای چی. بچه بودم دائما مامانم میگفتش که اگه بچه بد باشی میذارم میرم، مثلا من این زندگی رو برای تو تحمل میکنم. اگه چه میدونم این کارو نکنی دیگه دوست ندارم دیگه، مثلا میرم تنها میمونی فلان. بچه ها وقتی داریم از درونیاتمون میگیم وظیفه ما اعتبار دادنه.
چون احساسات با اعتبار آروم میشه. خب سوال صحبت همه نباشه، اون فرد اون لحظه داره از درون خودش یه زخمی رو باز میکنه. حالا درسته گارد بسته است، داره سعی خودش رو میکنه بگه، ولی داره میگه. خب اینهایی که درمان رو رقم میزنه. با وظیفه ما اینه گوش بدیم، خب، و وظیفه ما اینه که سکوت بکنیم. چون این چه فرقی داره با اون بی‌اعتبار کردن معلمه؟ این فضا هم آموزشی هم گروه درمانی، حالا همینجوری با هم میریم جلو، کم کم یاد میگیریم، ولی بعد قشنگ یاد میگیریم همون نیازی که بلد نبودیم چجوری تامینش بکنیم، رفتیم از معلمه بگیریم، معلمه هم بهمون نداد، بعد تا آخر عمر هنوز نمیدونیم چجوری تامینش بکنیم. انقدر آسونه چجوری تامینش بکنیم، ولی در عینی که آسونه سخته، مثل رانندگی. الان همه ماهایی که رانندگی میکنیم چقدر رانندگی آسونه، خیلی آسونه. ولی شما به اون کسی که رانندگی بلد نیست بگو، یا هنوز تو شهر بزرگ مثلا رانندگی نکنه، اصلا قبض روح میشه. خب قراره یاد بگیر. کسی دیگه هست بخواد از طرحواره‌هاش بگه؟ تو این 4 4 8 10 11 تو این 11 تا من 3 تا حدود 16 گفتن 14 و یه دونه 20 داشتم، بقیه همه بالای 30. اصلا از نمره نگو همین. آره. بعضیا نگاه نکردن. قشنگ بگو کدوم بوده. و گنده ترینش یکی بحث بی‌اعتمادیه. خب خیلی بزرگه و یه چیز جالب ترم که هست اینه که اینا اذیت هم نمیکنه. یعنی دارمش، کاملا هم بهش واقفم که دارمش، ولی اذیت هم نمیکنه. اینکه اذیت هم نمیکنه اصلا نگفتی، من نفهمیدم جز بی‌اعتمادی دوتای دیگه چیه؟ چه طرحواره‌هایی و کجای زندگیت بوده؟ شکست. یکی بی‌اعتمادی، یکی شکسته. و این طرحواره شکست در مورد بی‌اعتمادی نمیخوام صحبت کنم، ولی طرحواره شکستی که توی زندگیم هست داشتم مثلا تو زمینه کاری دارم فکر میکنم، میبینم که من آدم تمامندی نیستم، هستم. اون چیزایی که به ذهن من میرسه ذهن خیلی دیگه نمیرسه، من دارم بهشون گایدلاین میدم. آره این هست، ولی چرا یه کاری رو شروع نمیکنم؟ این طرحواره شکست است. بعد یه مقداری رفتم عقب‌تر. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که من تو سن 12 سالگی رفتم خونه عموم بنایی و به اندازه یه آدم بزرگ کار میکردم. منظور یه آدم مثلا 20 ساله داشتم کار میکردم تو سن 12 این اون چیزیه که یادت میاد از 12 سالگی. آره. وگرنه خیلی قبل‌ترش هم ممکنه بوده. آره خیلی قبل‌ترش هم بوده. بعد این به چشم بابام نمیومد. رفتی کار کردی، خیلی خوب. بعد از یک ماه، بعد از 20 روز رفتیم حقوقمو بگیریم، شد 200,000 تومان. بابام شمرد 60,000 تومان شد داد به من، 140,000 تومان شد گذاشت. رفته بودم تو سن 13 سالگی، رفته بودم شیشه بری. جامای شیشه یه ارتفاع 2.20 داره، حتما دیدین شیشه های بزرگ. ارتفاع 2.20 داره با عرض 1.30 1.40. این رو تنهایی بلند میکردم روی میز میخوابوندم، خوردش میکردم. بابام گفت باش. راشو کشید رفت. و این حرف رو میزدم که توجه بگیرم، که تایید بگیرم، که توانمندیم رو نشون بدم. و همیشه این بازخورد هیچ وقت کافی نبود. آره هیچ وقت کافی نبود. اومدم بالاتر، درسی که خوندم اون باز کافی نبود، اومدم بالاتر. یعنی تو زندگیم هر کاری که کردم دارم به قلباً رجوع میکنم، میگم آقا من همین با توجه به اون توانی که داشتم توی اون لحظه 100% توانم رو گذاشتم، ولی هیچ وقت کافی نبود. همیشه یکی بود کنارم که یه چیزی بیشتر ازم بخواد. تو فکر کنی که بیشتر میخواد؟ نه به زبون، نه واقعا میخواست. آره. الان این حس، حالا که کسی هم نیست، اصلا در تایمی از زندگیت که کسی هم نبوده، مجرد بودی، هرچی، این حالو داشتی که بازم بیشتر میخواد. انگار جهان حالا از تو بیشتر میخواد. انگار یک آدمی بیرون وایستاده مجسمه ابوالهول که هیچ وجودیت خارجی نداره، ولی تو همش اون رو از اون میخوای. آره و الان هم همچین حسی دارم. یعنی که خب مثلا من میرم یک کسب و کار تو 2 ساعت تحلیل میکنم، تو 3 ساعت تحلیل میکنم، تمام ریز و بمشو در میارم.
نمونهش حالا اون نه با جزئیات مثال نزن که به بقیه برسه. آره فقط همینجوری آره میرم تو 2-3 ساعت یه جوری تحلیل میکنم، ریزترین جزئیاتش، ریزترین مشکلاتش رو در میارم، بعد تهش میگم حتما یه جایشو جای انداخت. حتما این بره تو اجرا جواب نمیده، این پلنی که تو برای کسب و کار ریختی. این طرح شکسته خیلی بزرگی و خیلی فوق زمان کشید. این الان فهمیدم. شکر خدا. نه خیلی وقت فهمیدی. الان به رو کاغذ کس دیگه نمیخواد بگه. من تحمل وابستگی خیلی زیاد داشتم و جالبی که الان ندارم. بعد که نشستم فکر کردم امیرشم دقیقا بعد از طلاق این اتفاق افتاد و وابستگی من این تحمل خود به خود خوب شد. ولی الان آسیب پذیریم خیلی بالاست. دقیقا سر همین که دوبار گوشی من زدن و یه سری اتفاقا افتاد به شدت تحمل آسیب پذیرم، در صورتی که قبلا اصلا نداشتم. اصلا فکر می‌کردم جهان در صلح، هیچکس پرویز من ضرر برسونه. ولی بعد از این اتفاقات دقیقا الان بالاترین نمره که من گرفتم سر آسیب پذیریه که چه بعدش هم شکست. دقیقا بازی که دارم احساس میکنم به خاطر طلاقم بوده که زندگی از هم باشیم و احساس کردم من واقعا نمیتوانم، نمیتونم از پس زندگی برنمیام. ولی بعدش که رفتم سر کار اینا دیدم که اوکی میتونم، ولی نمیتونم. چرا بازم تحوله در من هست با اینکه میدونم الان من نیاز به تایید ندارم، تاییدم صفر شده، نقصش تاییدت صفر شده؟ الان که اینجوری زدم به میذاشتی صحبت میکردی مضطرب نشدی؟ اوکی بودی؟ من تعریف می‌کنم فقط از مامانم و تو. قبلا حتی از این آدم تو خیابون می‌خواستم. خب پس تاییدت صفر نشده. مثلا که خیلی آره محدود شده به یه سری یعنی افراد. من بعد از طلاقم داشتم دهنه میگفتم بعد از جداییمون یه سری تحولای من واقعا درمان شده. یعنی از 100 رسیدم به 20. ولی یک سری از تحولات در من 100 شدن. یکیشون مثل همین آسیب پذیری، یکیشون مثل شرکت. و خیلی برام عجیب بود. آفرین همینجا نگه دار. این اون انتقادیه که من به طرحواره درمانی دارم. شاید جایگاهش هم نباشه. الان بگن تو کی که میخوای به طرحواره درمانی انتقاد بکنی. ولی چجوری مگه نمیگیم طرحواره ها در سالهای اولیه کودکی ایجاد میشود؟ مگر نمیگیم که طرحواره دیگه تا آخر عمر دنبال اینه که فرض خودش رو اثبات بکنه؟ زینب رو بذاریم یک معیار چون خیلی زیاده. اگر طرحواره درمانی درمان عمیقی بود، با اینکه من بسیار ارادت دارم به طرحواره درمانگرها و طرحواره درمانی رو دوست دارم، اما عمیق نیست. اگر عمیق بود چرا الان این بعد بر ما سوال بشه که ای بابا چجوری ممکنه یه نفر تو بچگیش یه چیزی رو نداشته الان حل شده یه چیز جدید براش ایجاد شده؟ این سوالا درمون بشه دیگه. درسته؟ چون طرحواره‌های ما خودشون از چی میان دوباره؟ از یه سری چیزهای دیگه میان که توی این جلسه 5 تا مرحله‌اش رو صحبت کردیم. گفتیم طرحواره‌های ما کجای این لایه‌ها بودن؟ مصداق چی بودن؟ لایه سوم مصداق ساقه بودن. خود ساقه وصل به یه چیز دیگه. جانم اگه طرحوارا اذیتمون نکنن مثل چیزی که لازمه درمان کنیم. چی؟ اگه طرحوارا اذیتمون نکنن خب. لازمه در آفرین. به خاطر اینکه من درباره بی‌اعتمادی دادم اصلا هم باشیش مشکلی ندارم. هر روزی که از زندگی میگذره اسم میکنم که بیشتر اینو باید همراه کنم داشته باشم. از آسیبا دور باشم. آفرین. و دوستش دارم. طرحواره ما قرار نیست حتما خود ما رو آسیب بزنه. قراره اطرافیان ما رو آسیب بزنه گاهی وقتا. بعد ما در چاله‌های روابط میافتیم و نمیفهمیم که از طرحوارمونه. طرحواره شما بی‌اعتمادیه. طرحواره بابای منم بی‌اعتمادیه. اون چند وقت پیش با امیر شوخی می‌کردم اسکرین شات پستایی که بابام برام توی اینستان فرستاد رو براش فرستادم. دخترها مراقب باشن. زنها اعتماد نکنن. در پمپ بنزین ها اینه. اصلا پست بابا یک دونه پست مثلا متفاوت بفرست. فردی با طرحواره بی‌اعتمادی به اطرافیانش چه آسیبی میزنه؟ بشرا چه آسیبی میزنه؟ فهم کنم آدم رو بی دست و پا میکنه به خاطر اینکه اجازه نمیده خیلی از کارها رو انجام بدن. واسه ایجاد طرحواره وابستگی باز
در توجیه. دید من دست با خودم کردن. احساس میکنم بابام بی‌اعتمادی داره ولی من وابستگی دارم. بله. وابستگی به شکست. بله. اصلا هم اشکال نداره. منم خواهر تو هم اینا رو داشتم گذروندم. بله یه لحظه خیلی چون حرفش مهم. گاهی وقتا طرحواره ما رو میگه اگر تو خودت اذیت نمیشی بری تراپی، یه سری هستن از تو اذیت میشن دارن برای تو میرن تراپی. خب اگه تو خودت خیلی احساس نیاز نمی‌کنی، یه سری دارن از تو اذیت میشن. هر طرحواری که من دارم یه طرحواره در دیگری ایجاد. وقتی من بی‌اعتمادم بعد نمیذارم یه فضایی رو بدم که من به بابا میگم بابا مثلا خب بشو گویناش که شکر خدا مثلا با رضا شوخی میکنیم خب ماشین رو بریم 1 سال خیابونای آخر الهیه خودم باشم رضا هم پشت سر باشه که یک وقت یک اتفاقی نیفته. خب چیکار کنم کی میخواد راننده بشه؟ درسته؟ بعد این چرخه است دیگه. الان پس یه سری کارا رو من اعتماد نمی‌کنم به مهند انجام بده، من توش خوبم ولی اون تا من نباشم اونا رو نمی‌تونم انجام بی دست و پاش کردم. آفرین. بعد حرف وابسته میشه. بعد این ظلمه دیگه. درسته ظلمه هما؟ خیلی ظلمه. باعث چون آدمی که داره این طرح‌های طرح مقابلش رو تحمل میکنه مثلا تو همین طرحواره حس کنه که شاید کمه دست و پاش لطفی از پس کارو بر نمیاد که این داره مثلا اونجوری باشه رفتار. چرا دیگه واسه همین طرحواره شکست و وابستگی برای اون، یعنی اون ما طرحواره چیه اول حمید بگه بچه طرحواره چیه؟ اتفاقات بیرونی رو درونی میکنیم. اتفاق مربوط به بیرونه. من میگم پس این اون چیزیه که میگم طرحواره ها قرار نیست شناخت طرحواره و طرحواره درمانی ما رو خوب بکنه. چرا؟ چون طرحواره قابل تبدیلن. چون من در لایه در واقع اول در لایه دوم حالا بگیم ذهنمون ما در نهایت دنبال احساس ارزشمندی هم ارزشمندی حالا میشه لیاقت، کفایت، دوست داشتنی بودن، پذیرفتنی بودن در هر شرایطی شاخه داشت ولی اسمش میشه ارزش. الان گوشی اگه آیفون 17 حالا می‌داشتن که الان بالاترین دیگه درجه گوشیه. خب شما اگه میمدی نزدیک بشی یا این لبه بود خودت ارزشش رو میدونی دیگه، میگی مثلا این تومن پوله، این مراقبت میکنه. درسته؟ هر چیزی رو که احساس ارزشمندی داشته باشیم بهش، درسته؟ مراقبشیم، محافظشیم، باش خوب رفتار میکنیم. انسان در روح و روانش دنبال احساس ارزشمندی از بچگی که به دنیا میاد. برای جسمش دنبال بقاه، برای روحش دنبال ارزشمندی. ولی چون کوچولوه جهان رو با بدنش تجربه میکنه. بچه‌ها بیاید در مورد بدن صحبت کنی، با من صحبت کرده بودیم. جهان رو بچه‌ها اولش با بدنشون تجربه میکنن، ذهن ندارن که احساسات هم حتی نمیشناسن، مغز هیجانی دارن نمیشناسن این گریه به چه کاربردی هست. درسته؟ فقط بدن داره. چون با بدن داره با بدن داره درک میکنه، یعنی که در تحلیلش خیلی ابتداییه. درسته؟ بعد من نشستم این زبان بدنه، یعنی حتی من بچه‌مو دوست داشتم، تایید داشتمش، این زبان بدنه. بعد مثلا اینجا دست نزن بچه، این دست نزن بچه پیام رو میبره سراغ این که توی ذهن یک الگوی بیرونی چی میشه؟ درونی میشه. درسته؟ رفتار فرد بیرونی برای من درونی میشه. واضح حرف میزنم؟ حمید نکتت رو بگو. چیز جالبی که بود تو این تستا، من قبلا طرحواره وابستگی داشتم و بابت آسیبی که ازش خوردم طرحواره بی‌اعتمادی نداشت. ایجاد آره طرحواره بی‌اعتمادی ایجاد شد، وابستگی رفت. آفرین. برعکس ما زینب هم همین حال براش پیش اومده دیگه. درسته؟ پس ما طرحواره هامون رو میشناسیم ولی طرحواره درمانی قرار نیست خیلی به ما کمک کنه. طرحواره درمانگرا چی میگن؟ میگن شما بیاین طرحواره‌هاتون رو بشناسین، لحظه‌ای که فعال میشه بگی اوه 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 استحقاق اومد بالا، تایید طلبی دوباره اومد بالا. خب بعد اینو که بفهمید تو بازیش نمیرید. بله ولی خب چیکار کنم؟ این هر دفعه میاد بالا، من 70 سالمه، این تایید طلبی واسه میاد بالا. من میگم اوه 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 تایید طلبی. این درمان اصیل نیست. درمان اصیل اینجاست. حرف میزنیم. راهکارم امروز عملی داریم. بفرمایید.
دو تا نکته. یکی این که این درباره من یه درباره دیگه تو شخص مقابل جالب بود. خواستم بگم آدما نباید خودشونو منفعل کنن که مثلا بگی آقا من مثلا چون همسرم چنین درباره‌ای داره تقصیر اونه دیگه. نه یعنی مثلا اینجا چیزی که متین میگه در مورد مهندس میگه اون الان دست و پاش بی دست و پا شده، یه جوری مشکل اونم هست. یعنی اون بعد یه روزی بعد بگه به تو ربطی نداره، خودم میخوام انجام میخوام یاد بگیرم. خب یعنی آدما نمیتونن بشینن بگن چون تو این درباره رو داری تقصیر توئه، منم برم تو فاز قربانی هیچ کار نکنم. این نکته اول. نکته دوم، طبق تجربه فهمیدم هر چقدر دارم تایید میگیرم درست نمیشه تا خودم درستش نکنم. یعنی مشتریم هر هفته 2 بار به من دیگه دمت کرد، ولی بار 120 گوشیم که زنگ میخوره میگم الان میخواد بگه که ببخشید ریدم تو کارت دیگه نمیخوام کار. باز بار 120 میگه دمت گرم عجب چیزی، باز میره بار 120. و اینا همه صداهای بابا به یه شکلی تو سره دیگه که اگر کسی به تو کار داده یه مشکل از اونه، تو نیست و به شکلش رفته. و بله تایید بیرونی، چون تو متوجه شدی نیاز تایید، ولی تایید بیرونی ارضا نمیکنه، جانی میکنه ما رو از یه جایی ببر. چیزه ولی به من گفت چی شد تایید اینقدر کم شد. گفتم که به خاطر این اتفاقی که واسه من افتاد یکم که فکر کردم دیدم من اینقدر دست به راه میرفتم ولی یک عالم بازم حرف پشت سر من بود. از یه جایی من گفتم گور بابای همه رفتم و زندگیمو کردم جایی که دیگه خودم رو خیلی دوست داشتم، به خودم افتخار میکردم، کامل در جریانی و خودم رو تایید داشتم. زمانی که خودم رو تایید کردم از بیرون یکی یکی داشتم تایید، یعنی بابام تاییدش که من نزدیک 30 سال دنبال تایید بابام بودم، تاییدش اومد، مامانم، خواهرم. و الان همین میگه که تو این 2 سال چه اتفاقی افتاده که اینا اینقدر رو تو دارن حساب میکنن. گفتم به خاطری که من خودم از درون خودم رو باور کردم و خودم از درون دارم به خودم تایید میدم. واقعا این واقعی یعنی جایی که زینب برو دمیدن نه از اینجا میاد تایید. همین تو تجربهش کردی با زینب؟ تغییر پدر مادرش رو دیدی؟ آره به وضوح مشخص. زینب یکی از کسایی بود که واقعا، چون اینجا رو خودت مثال زدی میخوام بگم، خیلی برای من جالب بود. ما تو مسیر درمانی بودیم، باباش حساس بود روی حجاب مثل خیلی از پدر مادرهایی که حساسن، با اینکه ازدواج کرده بود بچه داشت، حجاب یا حالا یه سری قوانین. ببینید اولی که تو بازی ذهنی فکر میکنی هر چقدر بیشتر دنبال حجاب باشم، همین دست برا راه. سفارش کسی داشته؟ نه اگه پولتو دادم نه کسی اینجا که سفارش نذاشته، شاید طبقه دوم. ذهن اول بهت میگه که تو برای این بیرونیه تلاش کن، یعنی یه مدت حواست باشه همین دست برا راه بری، جواب ندی، فلان نکن. یه مدتی میفتی یاغی میشی، تازه که درمان رو میفهمی و میگه ای نو ذهن منه، اصلا من دیگه تایید نمیخوام. با امیر فیلمشو گرفتیم ببینید، میشه شادوها، سایه ها. من یک نقصی در وجودم دارم، این یک زخمه. من یا این زخم رو میام شادو مثبت میکنم، میگم از این من بعد برای اینکه برای اینکه زخمی نشم میرم سراغ اینکه دختر خوب بابا میشم و مثلا چادرمو سرم میکنم. یه وقتی ممکنه متوجه میشم که ای بابا اینم بازی بود، چقدر به من فشار آورد. یا همون لحظه اول بچه‌هایی هستن تو همون لحظه اول میگن ای بابا به من تایید نداد، منو زخمی کرد، دهنشو سرویس میکنه هر روز شده منفی اینور لایه اینور، هر روز داستان براش درست میکنه، چه اینوری چه اونوری. یک نقاب اسمش روش شادو، یک نقابه که من زدم برای اینکه با این زخم روبرو نشه. حالا اول درمان این شکلیه، ما باید بترسیم طرف یاغی نشه. خب چون به محض اینکه کم کم متوجه این میشه که چقدر تایید میخواد، دنبال این میره که تایید نخواد.
میزنه کل زندگی رو نابود میکنه. مثلا چقدر من وابسته بودم، یک دفعه میره این بر ماجرا مثلا دیگه خودش کارهایی که همه آدم ها باید در بستر حمایت انجام بدن و میگه نه من دیگه نمیخوام. این هم بخشی از درمانه ها، میشه آدم ها این کارو هم انجام بدن ولی خیلی سالم نیست. بهتره که انجام بدن، 1 بار 2 بار 3 بار بشکننش، ولی خیلی سالم نیست. این زخم پابرجاست. درسته؟ من چه بگم تایید میخوام چه بگم تایید نمیخوام، زخم پابرجاست. تا اینکه یاد بگیرم خودم اون نیاز رو ارضا کنم. به محضی که خودم ارضا میکنم بچه‌ها معجزه اتفاق میفته. واقعا معجزه اتفاق میفته. یعنی برای چی جلسه قبلی میام ازتون میپرسم هر کدومتون یه دونه کار بگید که توی اون یه دونه کار محکم، یعنی حتی انجامش ندادید مریم، تا هنوز سوار ماشین مسابقه ای نشدی، ولی الان تا بگم ماشین مسابقه، رانندگی، آفرود، نمیدونم فلان، میشینی یه صدای انگار از اینجا بله میتونم، هما هم میتونه، تو میتونی، من میتونم، اگه هما میتونه منم میتونم، شاید هم بهتر بتونم. درسته؟ یه کاری، یه حسی رو پیدا بکنید که توی اون حس چی شدید؟ یک احساس اطمینانی درتون به وجود اومد. تو اونجا مطمئن باشید خودتون تونستید خودتون رو سیراب بکنید که اون اعتماد به نفس، عزت نفس ایجاد شده. یه دونه کار. درسته؟ حالا پس ما اگر یاد بگیریم تمام نیازمون رو خودمون ارضا بکنیم به شیوه سالم، اصلا از یه جایی به بعد دیگه حالا انتقاد از ما بکنن. من انقدر خودم از خودم اولش انتقاد کردم و همزمانی که انتقاد کردم گفتم انتقاد چه عیبی داره؟ من هم اشتباه میکنم. که حالا اگه از بیرونه که انتقاد بکنه دستم نمیلرزه، راحت میشینم گوش میدم، میگم آره احتمالش هست من این کار کردم. بعد من اینجوری که آروم باشم آخه طرف مقابل رو هم اصلاح میکنه. اون میبینه من از این انتقاد کردم، 4 تا نکته هم بهش گفتم، این اصلا تکون نخورد. و بچه‌ها تکون نخوردن میگه رنگ رخسار خبر میداد از سر درون. شما نمیتونید ادا در بیارید، نمیتونید. برای چی بعضی وقتا تو جلسات بهتون اصرار میگم بیار از درونت اون حس رو اول بیار. چون وقتی اصلا اینجوری به طرف نگاه میکنی، حالا خیلی هم زور میزنی دوستت دارم، اون میفهمه دوستت دارم کشکه. چون که بابا گفتم که گلم خریدم که آقا شما اینجا این پیام درون میرسه. ما زبان بدن داریم، ما نشانه های ناهوشیار داریم. درسته؟ اوکی؟ آبی چیزی نمیخواد؟ جانم. پشت تعلیق رها شدگی چه نیازیه که الان میرسه. اصلا این جلسه اومدیم همینا رو بررسی کنیم، ولی شما باید بررسی کنید. خب بریم سراغ نیازها. این هرم هی من میام بهتون نشون میدم، چون با این هرم ما خیلی حرف داریم. هی میخوام تو حافظتون بمونه، کم 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 خیلی چیزا رو بفهمید. امیدم قراره بیاد یه ذره برامون حرف بزنه، به خاطر اینکه این درمان بدن هم هست. ما در مورد بدن هم قراره حرف بزنیم. اینکه اصلا خیلی وقتا ما با بدنمون میتونیم به رهایی برسیم. با بدنمون. چون ذهن که اینجا تو مغز که نیستش که ذهن تمام بدن رو درگیر میکنه. چیزی هست به اسم فاشیا، اون قسمت‌های از سلول که توش پیام‌هایی که ما دریافت کردیم رو تو خودش نگه می‌داره. یعنی هر سلول یه حافظه داره. واسه همینه به محض این که من ازم انتقاد میشه و گاردم بسته است، اصلا یه دفعه بدنم قفل میشه. یه حالی تو بدنم میاد. درسته؟ پس ما اگه یاد بگیریم با بدن باشیم، ذهن آگاه باشیم، بدن رو یه جاهایی رها بکنیم. یه جاهایی آقا ذهن ول نمیکنه. من باید بتونم بدن رو رها کنم. شلش کنم دونه دونه. بعد ببینیم از حالت پاراسمپاتیک رفتم، از سمپاتیک رفتم به پاراسمپاتیک. انگار اصلا یه کمی آرومتر شدم. نه خیلی، ولی مدیتیشن هم بهش بی ربط نیست. خب بریم ببینیم حالا نیازها از کجا میاد. اینا همه رو درس دادیم، رد میکنم. فقط من قبلش. خب این نیازها رو بخونید. نیازهایی که ما عین نیازهای جسمی، آب، غذا، خواب، دفع،
هر کدوم اینا اگر تنظیم نمی بود ما میمردیم تو همون سالهای اول. چند دسته نیاز داریم. اگر دوست داشتید بخونید، آقای مازلو نیازهای انسان رو بررسی کرد، آقای گلاسر نیاز انسان رو بررسی کرد، خانم کارن هورنای نیازهای انسان رو بررسی کرد و من مجموع نیازهایی که کارن هورنای، گلاسر، مازلو داره در موردشون صحبت میکنه رو اینجا میخوام باهاتون در میون بذارم و جنبندی که خانم لپرای عزیز اومد و اینا رو در یک دسته‌بندی برامون جمع. خب خوندین، نوشتین، نمیبینین؟ اگه نمیبینین من بخونم. نمیبینین؟ خب یکی نیاز به هویت و اهمیت. حالا اینا با توضیحات باز میشه. یعنی چی؟ این که من به عنوان عضوی از یک خانواده پذیرفته بشم، حوزه استقلال داشته باشم، به وجودم اهمیت داده بشه. این در دسته نیازهای مازلو میشه نیاز به توجه. همیشه برای نیاز توجه براتون این مثال رو میزنم تو جلسات. میگم فرض کنید توی اون آب مایع مرئی کننده وجود داشت. من حواسم نبود، اینجوری پشتم کرده بودم به شما، یه دفعه برگردم ببینم که چرا هیچکی نیست. بعد یه دفعه دیگه بگم ای بابا مثلا غیب شدن. دیگه متوجه حضور شما نباشم. 2 تا کلمه مهم، متوجه حضور شما نباشم. شما اولش خیلی با ادب و قشنگ میگید که زهرا جان، خانم ایران پناه، خانم دکتر، یه گلی برمیدارید، یه دستمالی. بعد ببینید که من اصلا نمیفهمم، نمیبینم دیگه، شما هم نامرئی شد. بعد یه دفعه اعصابتون خورد میشه. چه اضطرابی رو تجربه میکنید؟ اضطراب این که چرا نمیبینه ما رو، چرا متوجه حضور ما نیست. یک دفعه ناقافل عصبانی میشه، فوش میدید. هوی کوری. فرض کنید هوی کوری صداش و سیگنالش رد بشه. الان خودتون تصور کنید در اون حالت اضطرابی که نامرئی شدی، خب هوی کوری رد بشه. چی این حال؟ چی شد؟ صدا که میسن تو بودی؟ صدا کیه؟ این حالو ببینید. به این حال حتی با اینکه منفیه، یعنی من دارم توجه میکنم به یک حضور. درسته؟ شما دوباره عزیزم میگید، زهرا میگید، خانم دکتر میگید با احترام. ببینید نه این اصلا نمیفهمه، متوجه حضور ما نیست. با اینکه دوست ندارید هوی و کوری رو میگید. چرا؟ چون این نیازه. میخواید من متوجه حضورتون باشم. خیلی از پدر مادرها، این تیکر رو باید جدا کنی برای فیلم نسل نیک، خیلی از پدر مادرها به دلیلی که در زندگی ذهنی دارن، تو دنیای خودشه دیگه، به خواهر شوهر فکر میکنه، مادر شوهر فکر میکنه، به اقتصاد فکر میکنه، نیست، حضور نداره. چون حضور نداره این بچه کنارشه. وگرنه پدر مادرهای ما ظلم نکردن تفنگ بردارن و تیر بزنن. خب حضور نداشته توی زندگی. مادرهای افسرده، مادرهای مضطرب. حالا باز مضطربا که از اون ور افتاده. بعد چه اتفاقی میفته؟ بچه همش احساس میکنه اصلا منو نمیبینن، اینا نیستم. یعنی بچه خرکش میکنن، دستشون میگیرن کشن میبرن. نیاز به توجه در این بچه ارضا نمیشه. حالا یا منفی کار میشه، میفهمی با من 4 جا که جیغ زدم اینا خیلی خوب فهمیدن، مثلا همون کوری که گفتم. یا منفی کار میشه، اصلا قبول میکنه بعضی از نقشا رو بچه‌ها ما انقدر گناه داریم، بعضی نقشا رو فقط برای نیاز به توجه گرفتیم. یعنی دیده ای من دست و پا چلفتی که هستم، اون که گفتی فرد با همون طرحواره هم نباید اینو قبول کنه، دیده که من وقتی دست و پا چلفتی بازی در میارم مامانم به من توجهش بیشتر میشه. بعد برچسب اینو میزنه که من بچه دست پا چلفتیم. این تو زن و شوهر هم میتونه اتفاق بیفته. زنه میبینه همسره به هیچ وجه توجه نمیکنه مگه اینکه این مریض بشه، این بیفته پاش بشکنه، ناتوان باشه. از یه جایی میگه نمیتونم در اینو باز کنم. واقعی میگه ها. حالا بعضی که نمایش بازی میکنن
ولی نمیتونه واقعا دیگه درشو باز کنه. نمیفهمه چجوری تا قبل از ازدواجم میتونستم الان نمیتونم، چون من نیاز به توجه رو در بستر ازدواجم با این ضعف گرفتم. حالا روان من به من برچسب زنی ضعیف داد، گرفتیم. چقدر گناه داریم در واقع برای ارضای یک نیاز. چقدر برچسب ما زده میشه، چقدر هویت میگیریم، چقدر چهره داریم. توی اسنپ سوار بودم داشت میمد، سرچ کردم ببینم آهنگ چیه، پیدا نشد. آهنگ میخوند که 1000 چهره دارم و نمیدونم کیم. یعنی نمیدونم آقای الان این دست و پا چلفتی بودن مال منه یا من اینو زدم برای اینکه هویت، اهمیت یا توجه رو بگیرم. خوابتون گرفته؟ نه؟ آروم؟ اوکی؟ آره؟ آبی نمیخواین؟ چیز نمیخواین؟ بله. کسی هست بخواد در رابطه با این نیاز حرف بزنه، توجه ندید، یادش بیاد از خاطره ای، توجه نگرفته باشه، تو رابطه زناشویش نگرفته باشه، توی رابطه با پدر مادرش نگرفته باشه، توجه رو شرطی گرفته باشه، مثل همین کوری. این میشه توجه شرطی دیگه. انگار من به شما توجه نمیدم مگر اینکه به من توهین بکنید. صداتون اینجوری رد میشه. توجه رو شرطی گرفته باشه. خود من اول خودافشایی بکنم که شما هم راحت باشید برای خودافشایی. خود من الان چون بعدش این خودافشایی بگردید دنبالش میرسه، بعد میخوایم بریم کهن الگوها رو بخونیم. خود من توجه رو وقتی میگرفتم که درس میخوندم. وقتی درس میخوندم خیلی اصلا بابام یه آدم دیگه میشد، متفاوت عمل میکرد. همیشه مهربان بوده ولی خیلی عجیب غریب تر میشه. به صورت ناخودآگاه من شدم بچه درس خون، ولی هویت من این نبود. یعنی درس رو دوست داشتم و درس رو برای بابا و توجه خوندن بده، درسته؟ و یک کار دیگه که خیلی توجه میگرفتم، چقدرم بد بود واقعا. البته که من پدر مادرم بخشیدم، خودم هم بخشیدم، نیازهام هم سعی کردم ارضا بشه، ولی من بچه‌ای بودم که مامان بابام تو سنی که من کوچیک بودم دعوا زیاد می‌کردن. بعد میرفتم برای اینا مشاور بازی در می‌آوردم. اون بچه 7 ساله مشاور، هنوزم بابا مامان یک ویژگی مثبت ازش یاد می‌کنه. متاسفانه. من میرفتم مثلا تو اتاق، مامان بابام جدا بودن، مثلا مامانم توی اتاق، بابام تو اتاق. میرفتم به مامانم حرف می‌زدم، مامان جان عزیزم مثلا این کاری که بابا کرده رو ببین چقدر آسیب واقعا. بعد میرفتم میشه بابام، مثلا بابا مامان اینجوریه، بعد مثلا اینا رو با هم آشتی میدادم. بعد خیلی توجه میگرفتم، یعنی افتخار میکرد بابام که میبینی قدش اینقدر 7 سالشه از مادرش بهتر میفهمه. خب بعد معلمم همینطور میگفت، مثلا من یه بار توی سوم ابتدایی با یه نفر دعوا کردم، حق من بود، اون موقع منو کشته بود، منم مثلا دعوا کردم. معلمم گفت من از تو انتظار نداشتم، تو این میشه برچسب، درسته؟ عموی من مثلا من گفتش زهرا که حرف میزنه، پس من حرف زدن شده بود نقابم. الان با عشق دارم حرف میزنم، الان با عشق حرف میزنم، گذشتم، ولی حرف زدن، خودم رو نشون دادن، کتاب خوندن شده بود نقاب من. اون شادویی که بهتون میگم، این زخم اصلی که وسطش، درسته؟ حالا بعد وقتی که بریم توی کهن الگو، فکر کنید در مورد خودتون. میخوام یه آنترا که 2-3 دقیقه‌ای بدم، باید فکر کنید در مورد خودتون. حالا اینو بگم از خودم چون خود افشاگری کردم، اینو بگم. حالا میریم تو کهن الگوها. کهن الگوی شماره 4 ناجی یا محافظ. تلاش برای درمان آسیب پذیری های کودکی خود میشه ریشش و باور محوریش اینه برای دریافت عشق یا همون حس ارزشمندی باید روی نیازهای دیگران تمرکز کنم و آنها را نجات دهم. مکانیسمش دیدن دیگران به عنوان فرد بی‌دفاع و ناتوان و کسب ارزش از طریق موضع قدرت. چقدر در من اینو دیدین؟ اما شاید یه جای ناتوانی پیدا کنم یک دستی رو سرش بکشم.
حالا این تا وقتی شادوه من میتونم برسم به این مرحله که بگم اصلا من دیگه نمیخوام روانشناس باشم، اصلا من غلط کردم که بخوام به دیگران زخمشون رو نجات بدم، تمومشه بره. این بازم میشه شادو دیگه. من باید بپذیرم که من قرار نیست با روانشناس بودنم و با کمک کردن به زخمای آدم ها ارزشمند باشم. من ارزشمندم حتی اگر 10 سال خونه دار باشم. به کمک نکنم. دور وایسم. مثلا بگم الان امروز حسشو ندارم. این رو بپذیرم. حالا مولانا میگه، از مولانا میپرسن زخمای ما چه شد؟ جواب چی میده؟ میگه نور از میان آن زخم‌ها شکفته شد. اینجا میفهمیم که بی دلیل نیست ما هممون یه زخمی داریم. بچه اگر زخممون رو متعادل بکنیم، همین کهن الگوی ناجی و محافظ من داره به همزمان به من کمک میکنه من روانشناس خوبی باشم، درد 4 نفر دیگر رو تسکین بدم. درسته؟ من نباید بگم نه من دیگه نمیخوام ناجی و محافظ باشم. خب ما وقتی هممون آسیب پذیریم، وقتی هر کسی که تو این اتاق نشسته، همه آدمایی که توی کره زمین زندگی میکنن، هر کدوم یک الگو رو حداقل دارن، یک طرحواره رو دارن، پس یک سری آسیب‌ها به نیازهاشون زده شده، پس یعنی چی؟ پس اینجا خراب آباده دیگه. همه اومدن، همه یه خرابی دارن، ولی فقط وظیفمون اینه خرابیمون رو به تعادل برسونیم. بعد از توش نور میاد، میبینید خودتون. یعنی صفتتون که از بین نمیره، که صفت ایجاد شده دیگه، ولی دیگه شما برای حس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن و برای که پول در بیارید، بقیه تاییدتون میکنن، بعد بقیه بگن به تو چقدر خوبی، هرچه برای این کار نمیکنید. برای یک عشق بزرگ این کار میکنید که باید برسید تجربهش بکنید و میرسید. باشه؟ گرفتید؟ حالا در مورد خودتون فکر کنید جان. من اینو گفتیم دقیقا چپه تو بودم. یعنی تو خانواده ما شما اگه نمرت خوب بود برو دیگه، مثلا مشکلی نیست، کاری نداره. اونجایی که یهو مثلا املام 9 میشدم همه توجه رو من بود. بعد هفته بعدی املام 5 میشدم. آره، هم برچسب بچه درس نخون. یعنی چه بسا تو با هوش کلامی که داری، چون تو هوش کلامی داری، هوش کلامی باعث میشه که بری شعر حفظ بکنی، وگرنه مثلا میرفتی کاردستی واسه معلمت درست میکردی. و الان که میتونی حرف بزنی، اصلا کتاب علاقه داری، جستجوگری، یه بخش هوش کلامی هم داری. چه بسا که تو میتونستی مثلا چی بشی؟ مثلا واقعا یه وکیل بشی. وکیل چون هوش کلامی بعد داشت، روانشناس بشی، نویسنده بشی. ولی با برچسبی که برای خودت انتخاب کردی جلوی اون مسیر گرفته شد. البته که مسیر ول نمی‌کنه، این انرژی که درون ماست خودشو یک جایی پیدا می‌کنه. مثلا تو میای جلو دوربین میشینی حرف میزنی، تو دادگاه نمیخواد حرف بزنی. اصلا سوال و بعد در مورد خودتون فکر کنید. هیچ وقت به من توجه نمی‌کنه. بابا این منم یه اخلاقی داره، دختره تا 14 سالگی میپرسته، یعنی تمام حواسش توجهش به رأس 14 ول میکنم. 14 انگار زنگ زدن این دختر بزرگش برای پای خودش باسته، یه بار منو ول کرد. من احساس میکردم توی جنگلیم و مرتب در خطرم، یعنی مرتب اضطراب داشتم، ترس داشتم. و وقتی که من دقیقا مریض شدم، بابام حواسش دادم، مامانم حواسش دادم. آی آی. من از 15 سالگی بعد همش مریض بودم. یعنی هر چندی گفت تو باز مریضی. بعد ناراحت بودم از اینکه چرا مریضم. ولی نمیفهمیدی چرا همیشه مریضی. الان که گفتی فهمیدم. یعنی من به این که بعد از طلاقم دیدم چرا مریض نمیشم. حتی من بعد وقتی ازدواج کردم اینقدر توجه هم رو داشتم که مرتب مریض بودم. را بیرا. ولی سوالی هم که برام اینجا شد، چرا این همیشه مثلا سال یک بار اگر یک سرمایی می‌خوردم این اتفاق مثلا من اصلا 4 تا مهمون داشتم، مامانم بعد میومد برای من غذا درست می‌کرد، گفت این نمیتونه، این ضعیفه، این گناه داره. حتی دقت کردم دیدم من لاغر بودن من به خاطر همین بود. همیشه خانواده میگفتن این ضعیفه، چون خانواده من دیدی همشون هیکلن، این لاغره، این ضعیفه، این نمیتونه. ما باید حواسمون بیشتر به این باشه. به خاطر همین من لاغر بودم، یعنی من ریشه‌شو که در آوردم دیدم دقیقاً لاغری رو سر توجه. بچه‌ها شاید به نظرتون واقعا حرفای زینب رو نتونید درک کنید ها، فقط خود طرف وقتی بهش برسه که
این پده آهان که میگه گشتاد. ببینید همین دروغ میگم از این که میخوام توجه بگیرم، بعد دروغ آقا طرف داره آدم دیگه داره با ما زندگی میکنه، بی‌اعتماد میشه، میاد مثلا میگه که بچه دروغ گفتی فلان، که بعد باز باید یک دروغ دیگه بگم. دروغ دیگه رو اگر بگم فاجعه است، اگر نگم باید بپذیرم که خب پاک تو سرم. بعد تو عزت. دروغ جدی که میگی با سناریوی قبلیت نمیخونه. ولی ساعت‌ها فکر یعنی از یه جایی به بعد مثلا اگر توی چت با کسی دروغ میگفتم میرفتم اونا رو سیو باکس خودم نگه می‌داشتم، روزی یه دورمه درس اونجوری نمیخوندم، اینا رو مثل درس میخوندم تا ملکه ذهنم بشه که به کجا به کی چه دروغی گفتم. و دیگه گفتم و سالها در زندگی ذهنی، سالها در این برچسب و فرصت حضور هم ازش نمیخوایم بدست. یه بخشی از اضطرابی که داشتم بیشتر به خاطر همین بود که من بعضی جاها واقعا خیلی سعی می‌کردم کم حرف‌تر باشم، چون می‌دونستم این گندی از حرفام بالاخره یه جایی در بیاد. و همش برمیگرده به این نیاز. و این 1 سالی که واقعا من ورزشو ترک کردم خیلی زندگی با آرامش‌تری دارم. پس انگار به ذهن آگاه‌تری، بعد مثلا حالا بیشتر از قبل خیالم راحته. مثلا اگه یکی بگه که دیگه چه خبر مایلت، مثلا نمی‌ترسم. حالا ولی این ممکنه این یک مثال دروغه. شما فکر کنید ما چقدر دروغ به خودمون میگیم. همین که من بچه دست پا چلفتی هستم، من زن ناتوانی هستم، من مردی هستم که نمیتوانم مثلا درآمد خوب به خدا اینا دروغه. یعنی اگر اینجا فقط میگم شبیه جلسات انگیزشی زرد مثلا تو میتوانی، تو اینجوری میشه، ولی شما میبینی زندگی ما با این ذهن ناخودآگاه نیازهای ارضا نشده رسم میشه. بیماری هایی پیدا میکنیم که از ذهن. بعد مثلا میگیم خب بیمار شدم نمیتونم، ای بابا چه بلایی سر ما میاد. این که خداوند میگه من اصلا جهان رو در عدل آفریدم، اصلا امکان نداره یک نفر بیاد و بگه که تو به ما ظلم کردی. بعضی مثلا به اصطلاح میگن من بمیرم برم اون بر خدا رو ببینم بگم تو چرا با من این کردی. واقعا سوال هم انشالله میرسیم، انشالله میرسیم به جهان. گفتم ما از خودشناسی میریم به جهان شناسی، از جهان شناسی میریم به خودشناسی. امید چه وقت دستش بالا؟ امید بگه بر. آره من صدای متینم لطفاً چیز کن. خیلی باحال گفت. خیلی باحال بود. اگه حیفه. میتونی جاد میبیننت پیگیر. این تیکه هم که گفتم متین رو پاک کن. خب بگو. من برچسب‌ها البته خیلی اذیتم کرد، چون من 2 تا برادر بزرگتر دارم و اینا فوق‌العاده شر. یعنی برادر بزرگترم که موقعی که خدمت سرباز 18 ماه بود، اون موقع بابای منم سرهنگ بود و خیلی آشنایی بعدش با وجود آشنابازی و حمایت‌های پدرم اینا 3 سال و نیم خدمت کرد. من عجیب شر بود، یعنی روی رئیس کلانتریشون اصلی بکشه و مثلا یه چیز عجیب غریب. بعد خب داداش بعدی اونم همونجوری، اون واسه خیلی توی یک ژانر دیگه خیلی شردن. بعد من که اومدم خیلی حالت تنوع زیاد بشه دیگه، این یکی دیگه اونه اینو میسازی، این خوبه، این میشه بچه اصلا خوبه. از هم بعد به تولد بکنم برچسبا خورد. و خب تا یه جایی من دیگه برچسبا پا میدادم نه اصلا با اون روش کردم دیگه، با اون بزرگ شدم اون داستانا. بعد خیلی جاها میخواستم بد باشم، خاصی خودم میخواستم واقعا دلم میخواست دروغ بگم، حال میکردم اینجا دروغ بگم از یه چیزی در برم مثلا. بعد نمیتونستم، میگفتم نگاه کن از تو توقع دارم آدم خوبی باشی، راستشو میگفتم، حقیقتو میگفتم، حالم بد بود که چرا اون کاری که دلم میخواست رو نکردم. از اون طرف یه جایی باز استقامت میکردم، دروغ میگفتم نگاه توقع دارم دست آدم خوبی باشی، دروغ میگفتم حالم بد. و در هر دو صورت حالت بد. اصلا کلا حالم بد. بعد یه سیستمی بودش که بعد فهمیدم برای این چیز که گفتیم انگار توجه پدر مادر اینا رو جلب کنیم، من خیلی کار خوب میکردم. بعد فهمیدم از یه جایی به بعد این کار خوبم خیلی شگفت انگیز و بزرگ میشد. یک جایی پدرم، حتی مادرم نمیشه، پدرم تایید خودش هم از اون کار خوب من میگرفت، یعنی کار خوب من میشه تایید اون. یعنی یه سیستم بود. من خب ورزش کردن دوست داشتم، شما مثلا یه سال رفتیم مثلا والیبال قهرمان کشور شدیم تو نوجوانان، دیگه همه جا گفتن بعد امید ما حال میکرد، یعنی اصلا یه جا میشستم ساکت بودم، بابام
اینجوری بودش که پسرم برام کشور فلان از این حرفا. بعد من خودم اونجا یه حالت مثلا خجالتی اینا. بعد هنوز که هنوزم همینجوریه، یعنی هنوز هنوزم برای افتخار کردن باید شما باشی. من الان اون سیستم رو ندارم برای افتخاری که پدرم میخواد کسب کنه کاری بکنم. الان خودم کارامو دوست دارم. خب ولی خب خیلی جا من مثلا شغلم هم خیلی جا نمیگم، ولی بابا میگه مثلا مهمونی مثلا اینجا به پشتم نگو اینجا مثلا چهار تا تقریبا، چون میدونم سیستم یه جوریه که بگیم یا سوال میپرسن اینا از جو دور میشی. ولی خب بابا میگه سلامت اون میبینی توی این توجهه اون خودش هم ارضا نشده دیگه. اونم خود برای چی بعضی پستای اینستاگرام میاد مثلا میگه تو اونی باش که چرخه رو میشکنی. خواهی بچه بیاری تو اونی باش که چرخه رو میشکن دیگه. و تو با ذهن خودت نرو. انیمیشن قرمز شدن رو که میبینید که خیلی جالبه، نشون میده چرخه های تکراری از مادر بزرگ اومده، مادر از مادر اومده به فرزندش رسیده. و ما اگر درمان نشه، فقط درمان، ولی درمان رو البته در نظر بگیرید که حتما روانشناسی نیست. عذرخواهی میکنم، درمان فقط روانشناسی نیست، درسته؟ خیلی چیزای دیگه هست، ولی در نهایت ما رو به اون درمان میرسونه. مثلی که رو بعدا میگم، اون هرمه خیلی ربط داره. سوال بپرسم بریم نیازهای بعدی. نه، هم پدر هم مادر. مادر به احساسات مربوط به عشق، به احساسات محبت، مثلا همون که لطافت مادرانه داره، احساسات مربوط به عشق و محبت و اینها. پدر نمود بیرونیه، تایید و اون استقلال و این حوزه که می‌خوایم بدیم. ولی اینجوری نیستش که مطلق همین باشه، چون ما نقش‌های مادرانگی و پدرانگی نقشش مهمه. یه توی خونه‌های مامان نقش بابا رو داره، بابا نقش مامان رو داره، نقشا جابجا میشه. جا یه سوال داشتم. شما شرایط زندگی منو میدونید؟ بله خانواده من کاملا میشه. بله. خب به نظر من کجا اون توجه رو نگرفتم؟ یعنی خودم پیداش نمی‌کنم. من از بچگی هر چی که می‌خواستم خود در جریانی، اگه حتی خانواده‌م هم که نمی‌گرفتم میومدم خونه شما بابای خودت به من میداد. یعنی چیزی که دوست داشتم همین گفتن که چی می‌خوای، مثلا هر چی که می‌خواد فراهم باشه. یعنی اون توجه رو داشتم، ولی این حجم از دروغگویی که داشتم هم نمی‌فهمم دلیلش چی بود. آها، خیلی سوالت خوب بود. نیاز تا وقتی از درون راه ارضاش رو پیدا نکنه و یا یک بار از بیرون 0 تا 100ش پر نشه. یاد بگیرین یک بار از بیرون 0 تا 100ش پر بشه، مثل قضیه احترامی که از خودم جلسه قبلی گفتم، یا از درون راه ارضا پیدا بکنه. تا آخر عمر نیاز دیگه، درسته؟ این آب تا آخر عمر نیاز، درسته؟ من ممکنه توجه رو در سن 2 سالگیم گرفته باشم، خیلی بچه گوگولی بودم، نوه اولی بودم، فرزند دوم که اومده من تو قطع توجه شد و نتونستم خودم، یعنی پدر مادری نداشتم که بتونن این رو به من آموزش بدن که خودم میتونم این نیاز رو ارضا بکنم. و میتونه پدر مادر بدونی که درس خونده باشه این رو یاد بده. با چی؟ با حضور. بچه وقتی درصد حضورتون میره بالا، توجه به راحتی میتونید نیازهای آدم رو ببینید. اون جلسه اولیاتون بیاد میثم یه ذره کم حرف بود مثلا، خب من میشناختمش، اونجا نشسته دارم حرف میزنم با شما، اصلا شما نگاه میکنم، به میثم هم نگاه میکنم، دفعه برم میگم میثم خوبی؟ گرفتین؟ این میثم خوبی یه لحظه ببین چیزی میخواین؟ اوکی؟ برمیگردم تک تکتون نگاه میکنم دیگه. خب که عالمه با خودم خلوت نمی کنم که چیزی رو پیدا بکنم، به آنی نگاه میکنم توجه میشه. تو جلسات درمان گاهی وقتا این احساس رو گرفتی که نگاه میکنم چی باعث میشه توانمندی و درس‌های دانشگاهی که خوندم، کتاب‌هایی که رقم زدم، نه کتاب‌هایی که ورق زدم، نه حضور من، ذهن آگاهی من بالا رفت. وقتی ذهن آگاهیم بالا رفته، اینو بعد رضا قسمتتون نبود همسرم این جلسه باشه، حالا واسه می بود. گاهی وقتا ما داریم رضا داره رانندگی میکنه، کنار من نشسته،
بدون اینکه نگاه کنم یه دفعه مثلا یه اینجوری نگاه کردم حالش بهم میرسه که الان یه کمی اصلا بهش فکر نمی‌کنم من باید ببینم این چشه فلان، اصلا حالش مثلا اوکی. به چی فکر می‌کردی؟ دوست داری در موردش حرف بزنی؟ این فرد چی میگیره اون لحظه؟ توجه نه که توجه که من میگم وقتی که مثلا کت و شلوار بپوشه و خیلی چی بشه به به به، این که میشه شرطی شدگی که درسته. بعد طرف تنظیم میشه خداگاه ای چه باحال بود یه نفر ما رو دید، اصلا هم نمیفهمه که یه نفر ما رو دید، یعنی روانش تیکش رو میگیره. واسه همین گاهی وقتا جلسات درمان بدون این که من آخرش به شما نکته‌ای بگم تمرینی بگم خودش میتونه براتون درمان بخش باشه. چرا؟ چون شما نشستید دارید صحبت میکنید با تمام وجود زخمتون باز شده دارید حرف میزنید، من نشستم همینجور فقط با تمام وجود دارم به شما گوش میدم. از حرفاتون رو نیست. اینجا یه نکته‌ای گفتم به حرفت یادت نره، با تمام وجود دارم به شما گوش میدم. تکنیک رو بعداً میگم. بعد شما نمیدونم چه جوری میشه میرید بیرون یه تنظیمی نسبت به قبل دارید، نسبت به قبلتون اینقدر از آشفتگی اومدید بیرون، اینقدر. درسته؟ خب بگو. من حس میکنم که اون مدل توجهی که خودم دلم میخواسته رو نگرفتم که با دروغ به بقیه میخواستم اون رو داشته باشم. حس میکنم شاید چون من اون توجه رو همیشه داشتم، ولی شاید مثلا من یه کیف مشکی میخواستم مثلا رفته برای من یه کیف آبی خرید، مثلا اون مدل توجه، اون جنس توجه متفاوته. انگار تو تاییده رو نگرفتی اون برای آب خودش بذاری تاییده. آره نقابه. زهرا جا. من یه آها مومنتی داشتم و بابت این آها مومنته الان عمیقا دارم همین لحظه الان عمیقا دارم غم رو تجربه میکنم. تو سن 5 سالگی میدونستی پدر مادرم زندگی جدا شد. 2 سال من خونه عمم زندگی کردم. برای جمع توضیح بده آفرین. آره 2 سال من تو خونه عمم زندگی کردم و این 2 سالی که تو خونه عمم زندگی کردم حمیدی وجود نداشت مگر اینکه حمالی کنه. واقعا حمیدی وجود نداشت. بعد تو زمستون اینا خونهشون از اینایی بود که راه پله های خیلی مربعی خیلی گنده، نمیدونم تا حالا دیدین یعنی اینجوری میچرخه. کلا خونهشون 2 طبقه بود. بعد بچه 5 ساله 6 ساله میگم باز اینا شما تصور کنید چه انقدر بچه این میومد یه دونه ظرف آب گرم ورم داشت با دستمال این پله ها رو دستمال میکشید 7-8 تا پله دستمال میکشید کلا یخ میکرد خیلی سرد. بعد این تا طبقه دوم، از طبقه دوم باز تا پشت بوم دیگه فرش هم نداشت این وسطش که من وسط وایسم که پام یخ نکنه. پامو میذاشتم روی این سنگا، یه دونه پایی میذاشتم، اینو من برای زهرا تعریف کردم، یه دونه پایی میذاشتم پام که یخ میکرد این پای دیگه هم میذاشتم، این پامو برمیداشتم پشت پا میچسبوندم به ساق به اصطلاح ساق پام که پام گرم بشه و یاد گرفتم با حمالی کردن این توجه رو بگیرم و این امنیت رو بگیرم. یعنی من حتی خونه ای هم نداشتم، تو خونه عمم زندگی میکرده و بزرگ شدم رفتم جلو و این همیشه بود تو همه زندگی با هم بود تا رسید به یه جایی که فکر میکنم پارسال بود گفتم نمیخوام کار کنم، گور پدر هر کسی که راضی یا ناراضی. و واقعا کار نکردم، واقعا در این حد کار میکردم که فقط قسطمو بدم و بیخ به بیخ، یعنی به اندازه مثلا 1000 تا تک تومانی پس انداز نه، اینجوری کار میکردم. همین 3-4 روز پیش تو هفته گذشته بود رفته بودم بیمارستان دیدن مثلا به بچه ها سر بزنم، یکی از بچه ها گفتم مثلا تو چقدر حقوقته؟ گفت من اینقدر حقوقمه. چجوری میرفت سر کار 2 روز در هفته ساعت 7:30 صبح میرفت تا 9 شب 8 شب 9 شب، بعد بقیه روزا هم عصرش کامل بود، یعنی 12-1. بعد این الان آها مومنت چی بود؟ این که بعد خب منم همونقدر درآمد دارم با این تفاوت که من یه شنبه ها در حد 3 ساعت 4 ساعت میرم جلسه،
یه سه‌شنبه ها میرم جلسه، زیاد جزئیات رو نگو، یک پنجمش کار میکنم. خیلی کمتر حتی. من میرم اونجا سلام وقتتون بخیر، بعد چای میخوان یا قهوه یا نمیدونم نسکافه، اون میره اونجا صبح تا شب حوالی میکنه. و الان این آرگومنت برام این بود که الان اگر کار نمیکنم، اگر پول در نمیارم، نه به تجربه های شکستم ربط داره، نه به هیچی، نه به اون ارزشمندی کارم ربط داره، به هیچی ربط نداره. به این ربط داره که اون طرفه گفتی دوتا شادو میشه، یکی سمت مثبت، یکی سمت منفی میشه. من با سمت مثبتش خیلی خودم رو نشون دادم و به هر کسی که با سمت مثبتش خودم رو نشون دادم آسیب زدن بهم. شاید خودشون واقعا نمیدونستن این موضوع رو و واقعا میگم الان دارم غم رو تجربه میکنم. هیچ وقت این خدمتی که این حوالی که براشون کردم بابت این بوده که اون حس هویت رو بگیرم و حس امنیت رو بگیرم و هیچ وقت نگرم. خیلی ممنونم ازت حمید که اینو گفتیم. البته این فقط تجربه تو نیست، تجربه هممونه. امیرم رفت که تایید رو بگیره از معلمش، بیشتر تلاش میکنی کمتر بهت میدن انگار. اون خانومی که مثلا توی رابطه به خاطر که زخم داره فکر میکنه دوست داشتنی نیست، یا آقایی هی بیشتر دنبال میگرده که بابا به من اون توجه رو بده، چی میشه؟ بیشتر از دست میده، به اون بیشتر توهین میشه. بعد همیشه هم میگن ای بابا این عذرخواهی میکنم خرابا شانس دارن. تو دخترها این خیلی خیلی بابه، مثلا میگن خرابا شانس دارن. خرابا شانس ندارن. شاید خرابا به اصطلاح، ما کسا اینو قبول نداریم، خراب بنی نداره، ولی من دارم برای که عامیانه، خیلی خودشو دوست داره. بعد خودشو که دوست داره با هر جوری هم که هست، هر حالی هم که هست، مقابل یک آقای مثلا جنتلمن همه جوره قرار میگیره. اصلا این طرف نمیفهمه چرا این خانم رو دوست داره، فقط دوستش داره. مثل حالی که زینب گفت وقتی که من تونستم خودم به خودم اون تایید رو بدم، واقعی ها، الکی نباشه بریم جلو آینه بشینیم بگیم که تو خیلی دوست داشتنی و مورد تاییدی، بعد مثلا یک نفر از درونمون دفعه بگه ارواح عمت مثلا، اینم نه. خب با تمام وجود تموم میشه و الالعبد درس ما ادامه داره، یکی پس از دیگری. آدم ها نقابشون رو عوض میکنن ولی همونن. اگر طرحواره من طرد شدگی دائما طردم میکنن، اگر شکست دائما انگار هی شکست میخورن، تا روزی که تموم کنن جستجوی در بیرون، برم سراغ جستجوی درون. اینا رو حالا میریم اشعار مولانا رو میخونی، اینا رو گفته، عطار رو میخونی گفته، میریم مکاتب تبت و یونان رو میخونی، اصلا میگه تموم تا در جستجوی یک چیزی در بیرونی نه تنها ارضا نمیشی که اوضاع خرابه. همه چیز از اینجا شکل میگیره، از درون. و خیلی ممنونم که خودافشایی کردی. اینا به بچه‌ها در ذهنشون تصویر میده، بعدها این تصویرها رو یادشون. نیازهای بقیه رو بررسی کنیم یا دوستان یک بریکی داشته باشید استراحت. این هفته پیش که گفتیم احساسی که واقعا از ته دل داشتی گفتیم به رانندگی، من از هفته پیش خیلی با خودم فکر کردم و فکر کردم، چون من دختر اول بودم مثلا همه کارا رو دوش من بود، تا جایی هم که یادم میاد هم بچگی نکردم. بعد این رانندگی رو واقعا دوست دارم رانندگی، ولی حس میکنم مثلا چون مثلا تو جامعه میگن خانم دست و پا چلفتی اینجوری رانندگیش به درد حس میکنم مثلا با این رانندگی کردن، مثلا میخوام بگم با اینکه خانومم مثلا 10 تا آقایون بهتر رانندگی دوستش دارم، ولی فکر میکنم مثلا این روشها برای یک تایید گرفتنه. مریم چه فرقی با روانشناس شدن من داره؟ همونه دیگه. من میگم ولی تو درش احساس توانمندی داری که من میشینم
نگاه من که اولی که شغلم رو انتخاب کردم که 100% در تایید بوده که درسته. یه جاهای اومدم یه نزاعی کردم با بابام، مثلا بابام دوست داشت من دکتر بشم، من مثلا درس نخوندم ولی رفتم تهش برای اون تاییده. خب ولی در نهایت یک حس توانمندی هم توش بوده، چون گفتم نور از بین زخمای ما میاد بیرون. یعنی تو همون جایی که ما رو زخمی کردن، تو همون جا اتفاقا چون مجبور بودیم دیگه، همش جنگ بوده دیگه، همش جنگ بوده، همونجا به ما یک توانایی رسیده که آره پیداش میکنیم. خیلی سنگینش نگیر ولی تو در نهایت حس توانمندی داری دیگه. حالا اصلا اینو برای تایید به فایده دست بیاری. مثلا خیلی کارهای دیگه هم هست که میدونم از پسش برم بدون اون حس خوشحالی رو اصلا من نمیکنم. آره. مثلا رانندگی خوشحالی میده؟ اونم نمیده. رانندگی مثلا وقتی که عصبانی هم استرس دارم آره میدم آروم میشم، از عصبانیتت کم میکنه. آره. مثلا حسی که گفتیم من از هفته پیش فکر کردم، مثلا ترم 2-3 کارشناسی بود، بعد ریاضی رو پاس کردیم، ترم بعد گرفتیم نشستیم مثلا یک کلاس 30 نفری بودیم، نصف بچه ها نبودن. بعد صحبت شد و اینا، یک همکلاسی ما داشتیم چون 2 سال ریاضی خونده بود، خب طبیعتا بهتر از بقیه بچه ها بود، رشته‌مون حسابداریه، مثلا جزء شاگرده اول. بچه ها صحبت کردن فلانی نیست، امتحانش سخت بوده، افتادن بچه ها. بعد مثلا همون 4-5 تایی که جز شاگرده ممتاز بودن، مثلا پرسیده همون خانومه که خیلی اوکی بود 16 شد، اون چند تای دیگه 12-13 شده بودن. بعد از من پرسیدم مریم تو چند شدی؟ من گفتم 20 شد. و همه تعجب کردم. مثلا قبلش من با خودم گفتم من که 20 شدم بس هیچی نیست، آسون. بعد دیدم کلاس 30 نفری نصف شدن، اونجا مثلا خوشحال بودم، ولی بازم نمیدونم با اینکه میدیدم فقط نمره اول شدم، فقط من بودم بقیه، ولی بازم اون حس خوشحالیه رو نداشتم. مثلا فکر کردم یه امتحان بی‌ارزشی بوده که من میس شدم. من اینا ببخشید اینا خیلی بودن نتونستن، کسی دیگه باشه میتونه. مثلا اینجوری هر کاری مثلا میتونم انجام بدم ولی اون حس خوشحالی رو هیچ وقت ندارم به هیچ کار. داری میگی که انقدر طرحواره ها فعالن، درسته؟ انقدر طرحواره نقص و شر، بی‌کفایتی، انقدر این طرحواره ها فعالن که من اصلا همش زندگی ذهنی دارم ترجمه میکنم حرفتو. من همش زندگی ذهنی دارم، در ذهنمم اصلا اجازه تجربه یک سری چیزهای درونی رو نمیدم. پس افسردگی، اضطراب، گیجی، منگی، بی‌حوصلگی، تنبلی میشه اثرش. داری این رو در واقع میگی من نتونستم در تمام این سالها در حضور، ذهن آگاهی و با صلح با درون زندگی کنم. داری اینو میگی، ولی امروز اینجایی که اون راهش رو پیدا کنی. برای اینکه راهش رو پیدا کنی من احتیاج دارم شما یه چراغ قوه دستتون باشه. برای اون چراغ قوه میخوام بگم کجا مهم نیستش که ذهنت چقدر حرف میزنه ها. خب کجا در وجودتون تجربه کردید حس توانستنی رو که ذهن اگر حرف میزده بازم داشتید، میگفتید نه با این که ذهن حرف زده میتونم، اون حس میتونمه. اونجاییه که در واقع تو به درونت وصل بودی یه مقدار. جان گیج نشی ها، درست میشه. با اینا تمرین داره، انقدر صحبت میکنی درست میشه. چی باعث میشه که هر چی که مثلا تو چیزی میگی مثلا بقیه تو ذهنشون میاد یه خاطره‌ای ولی من اصلا نمیاد؟ من هیچ خاطره‌ای از بچگیم و نوجوانیمه که مثلا یه جا میگی مثبت باشه یه جا میگی منفی باشه برام بالا نمیاد. سرکوب، مکانیسم های دفاعی به ما اجازه نمیدن که احساسات و خاطرات و زخمامون رو تجربه بکنیم. چرا؟ چون فعلا انگشت ما سمت بیرونه. وگرنه وقتی که سرکوب برداشته میشه مکانیسم های دفاعی آروم آروم میرن، اوه یه چیزهایی یادمون میاد که اصلا عجیب غریب. من جمع غمی که دارم تجربه میکنم، اولی که واقعا این موضوع رو متوجه شدم مومنت اومد این غمه بود، اما الان نمیفهممش. اینکه این رو برای اینکه اون حمایت جمع رو همچنان همراه خودم
داشته باشم اینقدر همراه هم اصلا دلم نمیکنه. یعنی واقعا اون موضوع هنوز حل نشده. خیلی ما در مورد این موضوع با هم دیگه تنهایی تو جلساتون صحبت کردیم. دقیقا این سوال منم بود الان چرا همین اینقدر براش عجیبه. شما خیلی در مورد این قضیه صحبت کردی و اینقدر نشده که بشه تا گله کنه یا حالش بد بشه. شما خیلی در مورد کودکیش با هم صحبت کردی. من همش میشه الان فکر میکردم که چرا هم اینقدر به وسیله‌اش میکنه، چرا هم اینقدر ناراحت شده و مرتب این چرا تو ذهن من بود. یعنی در متوجه صورت من شده بود ولی الان سوال آره. اولا ما 1000 بار میتونیم بشینیم در مورد کودکیمون حرف بزنیم ولی این شکل روایتگر و خبرنگار. خب یعنی میگیم طرف بهش تجاوز شده در کودکی، انقدر مکانیسم دفاعی روش سواره که میشینه و اینجوری میگه آره من 5 سالم که بود بهم تجاوز شد. آها منم مثل ببین این که اصلا صحبت درمان نیست، روایتگری، خب خبرنگاری. و خیلی وقتا ما بیچاره میشیم تا مکانیسم دفاعی طرفو بشکنیم تو جلسه. بیچاره میشیم چون یعنی من باید خودم رو خورد بکنم. اینجا نگاه کنید، من باید در مقابل کسی که مکانیسم دفاعی داره و دسترسی به احساسش نمیده خودم رو اینجوری بکنم چشمام اشکی بشه چون من دسترسی به اون احساس دارم دیگه، میدونم تجاوز چیه دیگه. خب بعد اینجوری کنم شاید اون به قیافه من که نگاه کنه یه لحظه مکانیسم دفاعیش بشکنه. من مراجعه داشتم که اینجوری که زبان بدن منو دید به من فحش داد. یعنی انقدر مکانیسم دفاعی بالا بود که برگشت گفتش که نکن خودت اونجوری نکن خواهشم. من چون تو انتقادشم نرفتم گفتم برای چی؟ چرا نمیخواد؟ نمیذاره. خب ما میخوایم عمیقاً بریم و جایی که به غم میرسیم، اتفاقا جایی که به غم میرسیم خوبه. خب همیشه در انتهای مواجه شدن با درون ما غم داریم. غم دیگه احساس میکنیم فرصت از دست رفته. ولی غم اگر ماندگار باشه مسئله است، میشه نقش قربانی. من غم رو که میبینم بعد میرم توی تمرین شفای کودک در که من اینجا نمیتونم بگم و شما چون یک مقدارش رو بلدید بعد اون رو انجامش بدید. هر بار یه تسکین تا تموم بشه. ممکنه این نیاز با 10 تا، ممکنه من یک بار تشنم شده باشه 10 تا لیوان آب نیازم برطرف کنم، یه بارم یه ذره، ولی نیازه باید چی بشه؟ ارضا بشه و روشش یاد بگیرم دیگه. حالا به خودم همیشه اون ارضا رو بدم. حالا الالعبد فعال میشه، الالعبد من خودم به خودم که میدم در بیرون هیچ نیازی ندارم. واضحه یا خیلی گنگه؟ حالا انشالله به تمرین میرسیم میبینیم. نیاز به امنیت. آقا من لازم دارم امن باشه محیطم. امنیت این نیستش که جنگ باشه. عدم ثبات میشه بی امنیتی. بابایی که میاد توی خونه میگه که همینو خریدم 5000 تومان، دیروز بود 2000 تومان. خب این داره میگه ما در جهانی، حالا واقعا هم ناامنیم یعنی نمیگه فقط، ولی آخه بچه ظرفیتشو نداره. خب کسایی که تو خانواده هاشون جنگای سیاسی وجود داره اصلا حواسشون نیستش که یک بچه اونجا هست که داره میشنوه ای بابا فاتح خوندن توی فلانی، این اون داره میگه وای ما در کشوری زندگی میکنیم که این داستان. دعوای پدر و مادر، وقتی پدر و مادر جلوی بچه دعوا میکنن بچه فکر میکنه اینا دیگه فردا طلاق گرفتن، بعد این ناامن میشه. خب این ناامن شدنه که دیگه میشه بستر اضطراب ها و بعداً نمیخوام زمان از دست بدم، بعداً بررسی میکنم. شما خودتون موظفین، درمان تجربیه، موظفید نیازها رو بررسی کنید. یک بار دیگه برمیگردید سر پرسشنامه. این بار پرسشنامه رو وقتی دارید جواب میدید برمیگردید به این که اونهایی که فکراتون پررنگ بوده، نمره بالا گرفته، چه نیازی تامین نشده هنوزم تامین نمیشه که این الگوی فکری منه. درسته؟ مثلا برای من که توی معیارهای سختگیرانه در میاد که من همیشه باید کارها رو بی‌نقص و کامل انجام بدم وگرنه به درد نمیخوره. وقتی بشنم با درونم خلوت بکنم میگم که ای تو نمیتونی خودت رو همون جوری که هست دوست داشته باشی.
حالا با یه ذره اضافه وزن، حالا با 2 تا توپق، حالا با 4 تا مقاله کمتر خوندن. اینا رو مال قبل درمانه. یعنی پس من نمیتونم خودم رو تایید بدم و به احساس ارزشمندی برسم. مثلا همه این نیازها در نهایت در یک کاتگوری به اسم ارزشمندی چی میشه؟ قرار میگیره. بعد اینو شماها پیدا کنید. باشه؟ دوباره پس این تمرین رو انجام میدید. ارتباط و عشق، پیوند عاطفی، احساس همون همدلی که باید در خانواده باشه. اون حضوری که پدر و مادر دارن با عشقشون، محبتشون بعد به بچه بدن. خود تکایی، بچه باید فضایی رو داشته باشه که بدون فشار، زور یا اجبار انتخاب بکنه. کسایی که وابستگی دارن، کسایی که حوزه استقلالشون ضعیفه، مسئولیت پذیریشون پایینه، این آدم‌ها خود اتکایی درشون نابود. مامان انتخاب میکرده همیشه، بابا انتخاب میکرده، اصلا انتخابی وجود نداشته. بله. من از اون حرفی که میزنی من دقیقا همینطوری بودم. یعنی کوچیکی بابا خیلی به من توجه میکردن، مامان همینطور، کلا منو با توجه بزرگ کردن و همین روند ادامه پیدا کرد تا به همینجایی که رسیدم. یعنی مثلا بیرون که میرفتیم میخواستن یه خرید کوچیکی بکنن، مثلا من گفتم مامان این خوبه یا این خوبه، میذاشتم اونا برام انتخاب کنن، یعنی خودم هیچ انتخابی تو زندگیم نداشتم و این خیلی منو اذیت میکرد. بعد بر همینم به شما گفتم خیلی خوبه که مثلا از 14 سالگی ولتون کردن که خودتون پای خودتون بزرگ شید. من اینجوری نیستم، الانم که الان همینطوریه. من حس میکنم خودشون شاید یک کمبودایی تو زندگیشون داشتن و میخوان اونا رو یه جور جبران کنن که ما سختی نبینیم و نمیدونن که این کار باعث میشه که ما بیشتر آسیب ببینیم، ضعیف جامعه باشی. الان ضعیف بشیم. و الان میتونم بگم که الان من خودم میخواستم کلاس بیام، کلی زور زدم، گریه کردم، گفتم بابا من خودم میام، گفت نه سر سرما بخوری، آوردم اینجا، الانم برم میاد دوباره. دارم کم کم اینو درست میکنم، تا یه جایی هم موفق شدم، ولی همچنان ادامه داره و من برای شما خیلی تعجب کردم که اینو گفتین. خب بحث افراط تفرید هست دیگه. آره دیگه. خانواده شما افراط کردن، خانواده من تفرید یهو رها کرد. رها کردن یهو. و الان من خیلی ضربه خوردم توی این کار، من خیلی ضربه خوردم. جفتمون یک اندازه. آره من واقعا یه چیزایی رو تجربه کردم و این کار باعث شد که من به مامان خیلی وابسته بشم. توی درس هم یعنی میتونم بگم تا الان که داشتم تحصیل میکردم با مامان تحصیل کردم، یعنی میتونم بگم مدرکم مال مامانم، مال من نیست، من دیگه گرفتم. یعنی کلا از همه نظر من توی این کار ضربه خوردم و الان میفهمم که مثلا استقلال یعنی چی، چون با کمک خانم پناه یک کم داشت درست کردیم ماجرا رو، ولی هنوز اون وابستگی شدید خانواده نسبت به من هست. خیلی راه. چه جونی باید بکنیم خودمون رو درمان کنیم، چه جونی باید بکنیم اونا رها کنن. یه بارم کلا رها کردم، تجربه کردم. ولی خب هر چقدر ما به سمت درمان میریم اونا به صورت ناخواسته مجبور میشن که همراه باشن. من یه چیزی فهمیدم، اونا یه چیزی توت ببینن خودشون کم کم نمی‌کنه. نه از همون درون میرسه. آره و خب ما مجبوریم اون خود تکایی، یعنی مجبور که نه، باید بدونیم این نیاز ماست، داشتن حق انتخاب نیاز ماست. فکر کردم مثلا گفتم کوچیک بودم یه چیزی میخواستم مثلا برام نمیخردن، انقدر میکردم گریه کردم رفتم تو اتاقم که مثلا بابا بگه باشه من اینو برات میخرم. یعنی خودت رو در این جایگاه نمیدیدی که من میتونم بگم این رو میخوام. آره. من باید گریه کنم چون بابا هم خیلی دلسوزه و توجه میده، با گریه اینو بگیرم. بعد بابا میومد کنارم خودی دوستم میکرد میکرد بعدم میرفتیم میخرد. بعد انگار با همین گریه من بیشتر اینو درونی میکنم که چقدر من ضعیفم، اگه اینا نباشن چی؟ مثل من مریض میشم به شدت از خودم بدم میومد، مثل که خیلی زد، ولی مثل که الان همه باید توجهشون بدن. ولی الان یاد گرفتم، مثلا من با بابا که صحبت میکردم یه چیزی میخواستم بابا سرش میپوشید، من حرفمو میزدم ولی نمیشید. من یه مدت کلا کنسل کردم، هر چی میخواستم رفتم به مامانم میگفتم مامان شما به بابا بگو.
ولی الان یه چیزی میخوام میرم گوشی بابام میگیرم میذارم کنار میشینم رو بهش تو چشمش نگاه میکنم اون چیزی که میخوام بشه. بعد مامان بابا چی میگن؟ اینا در مسیر درمان به دست آورده، معجزم نیست، چوب جادویی، در مسیر درمان به آگاهیش رسیده. مامان بابات وقتی این کار میکنه چی میگن؟ میان تو اتاق درمان به من چی میگن؟ هما چی شده؟ هما چقدر جسور شد، باباش اصلا نمیتونه مثلا هما رو یه جوری کنترل کنید، این برای چی اینطوری شده، اصلا نمیتونه. بعد مثلا هما میره حرف حقش رو مثلا به کافینتی میگه که چون گرون گرفتی. بعد مامان باباش من قبض روح حناسه چرا اینجا دعوا نکنه تو خیابون 2 روز دیگه ما مثلا بریم، یعنی ولی خب دارن تنظیم میشن دیگه. بعد من قشنگ به چشمای خودم پدر مادری رو دیدم که با درمان شدن بچه‌شون تازه در 100% درمان اتفاق نیفتاده، در مسیریم، یه دفعه میاد میشینه میگه که اصلا مامان چون مادر مضطرب به تو انتخاب نمیده دیگه، تو رو وابسته میکنه، یا پدر مضطرب میترسه تو با انتخاب خودت بری یک آسیب به خود بزن. حالا الان این برای یکم محکم شده، هم که میگه از درونه. بعد سه دفعه مامان میاد میشینه، بابا میاد میشینه میگه که اصلا ولش کن، خودش میتونه. این به یک اطمینانی رسید. درسته؟ اصلا خودت حرف رو می‌زنی با. همینی که تا مثلا یه سال پیش من نماشم تو میمیری. بعد این جمله رو که میگم من تازگی پیدا یه ترس تو بیشتر میاد که اگر نتونم چی، بعد باز میگم نه مامان تو میتونی. میتونی. با ذهنت مقابل. خب یه نکته جالب راجع به خود اتکایی، اینکه خود اتکایی مثلا انتخابی نداشتن، یعنی میگن ما مریض میشدیم که توجه بگیریم. من اگر مریض میشدم برام تبعات داشت. خب به خود اتکایی چی؟ به خود اتکایی ربطی نداره، این که داری در مورد هویت حرف میزنی. آره واقعا برام تبعات داشت، یعنی من اگر بیمار میشدم قطعا کتک رو میخوردم، واقعا کتک میخوردم، شاید خنده‌دار باشه، مریض میشدم کتک میخوردم. من رو دوچرخه افتادم، این انگشتم کجه، من رو دوچرخه افتادم، 2 بند انگشتم از جان در اومد، گرفتم کشیدمش. بعد 2 هفته 3 هفته این ورم داشت، یه جوری رفتار کردم که هیچ کس متوجه ورمش نشد، این خودش خوب شد. برای که اگر مریض می بودی دردسر خانواده بودی، دردسر خانواده هم می بودی که تنبیه می شدی دیگه. آره. اضافی بودی انگار. آره. پس طرد شدگی و رها شدگی همیشه با تو بوده. توی رابطه هات هم داشتی. رابطه ای که تجربه میکردی همیشه اون حسه بوده که من طرد میشم، رها میشم. یه چیزی من ریشه‌هاش بگم برای خانم که گفتن چون من به نتیجه هما؟ رسیدم. آره چون من به نتیجه رسیدم که توی 5-6 ماه اخیر کلا توی زمینه واقعا من بابام عوض کردم، ولی موقعی اونا عوض شدن که خودم تغییرتون ایجاد شد. یعنی اصلا اونا تا زمانی که شما چیز نکنی سیستم درست نمیشه. یعنی یه حالتی بودش که الان ورم کلا برگشت، یعنی قبلا بابا من میومد کمک من کمک کنی، حالش بد میشه اون میگه زنگ بزن امید، اون دارم اتفاقی میفته زنگ بزن نظرمون رو بپرسیم کاری میشه ببینه اون چی میگه. ولی قبلا کلا از این چیزا خبری نداشت. خب ما ولی موقعی خودم تونستم این مسئله رو اونجا ایجاد، اصلا به خودت اجازه بدی که تجربه کنی که من توانمندم و من میتونم حق انتخاب داشته باشم. این موقعی که اتفاق افتاد مثلا 2-3 جام که توی بحران‌هایی بودش که من به خودم یه اجازه رو دادم بدون اینکه مثلا اونا نمی‌خواستن، ولی خودم خودجوش رفتم اون کار رو انجام دادم و نظر اونا رو نپرسیدم و اونا یه چیزی دیدن تو من، یه مقدار خیالشون که آروم شد، کلا اصلا شما برو 2 ماه نیا. آفرین. میخوام خوشحالتون کنم. یکم چون جلسمونم سنگین و غمگین شده. خب الان امید داره در رابطه با یک موضوع چالش همیشگی 20 و چند ساله حرف میزنه و هما که میگه من کار رو از درون تغییر دادم، اومدم به خودم اجازه دادم که حق انتخاب داشته باشم، خود اتکایی داشته باشم، من مسئولیت قبول بکنم و تغییر رو بدم. میگه بیرون تغییر کرد. ای کسایی که پول دوست دارین، رتبه های بالای شغلی دوست دارین، موفقیت، چون انسان با پول خیلی خوشحال میشه، خیلی خوشحال میشه چون پول منبع انرژیه، یا رابطه خوب لازم دارین، یه پارتنر امن، یه پارتنر خوب، باور کنید تغییر از درون اگر باشه
خودتون رو لایق بدونید. بعد به صورت ناخودآگاه یک سری رفتارهایی میکنید که در محیط کارتون به شما که نگاه میکنم میگن که این بهش میخوره رئیس باشه، اصلا بهش نمیخوره که مثلا کارمند باشه. یه دفعه مسئول اصلا یه دفعه میری پله های رشد همینجور میاد پول میاد، میری تو بانک حرف میزنی مثلا کسی که میخواد بهت وام بده اینا میشه اثرات ناخودآگاهی که در درون ما بیرون ما رو میسازه. مثلا که مثلا وام بدیم بهش، بعد دفعه میگه شانسی شد، نمیدونم چی شد، طرف اومد مثلا این وامه رو به من داد، این خونه رو. احساس لیاقت، توانمندی، هر چیزی که از اینجاست، نه که اون قانون راز و جذب بشین فکر کنیم، اینو منظورمون نیست. احساس توانمندی و اینکه من میتوانم میسازم. میشه واقعا پول آسون به دست میاد. فکر نکنید پول سخت به دست میاد. پول آسون تو همین کشوری که ما داریم 100 جور تورم تحمل میکنیم، چجوری این همه مردم راه به راه رستورانای ما اینا رو نگاه کنید، رستورانای گرونن، ماشیناشون رو عوض میکنن. اگر تو نمیتونی در حوزه شغلی که داری به اندازه‌ای که کفافت رو میده در همین الان، خب من نمیشه الان سال اولمه اومدم توی این شغل من تو ماه اول 500 میلیارد داشته باشم که، درسته؟ همون طلا فروشم که شروع کرده مثلا سال اولی، اگه سال اولم به تعداد توانم خوب داشته باشم، برایند 5 سالم یه اتفاق بزرگه، درسته؟ برایند مثلا فعالیت من روانشناس چی بوده؟ این خانم دوست منه، از دوره کارشناسی که ما با هم کارگاه میرفتیم بوده. من احساس توانمندی در روانشناسی رو داشتم، حتی موقعی که هفته‌ای 5 تا مراجعه داشتم، یعنی روزی یک، درسته؟ این احساس هی اومده هی بستر تغییر کرده. الان تا مثلا 15 بهمن وقتا پره، وقتم ندارم، درسته؟ شب اول اگر اون اتفاق بیفته که نه، ولی خب من ذهنم باید بپذیره دیگه، بگه خب تو توانمندی، اینم نمود بیرونیش، تو توانمندی، اینم نمود بیرونیش، هی این بستر گسترش پیدا میکنه. پس همون جور که کار از درون تغییر میکنه، پدر مادرها عوض میشن، میخواهنینی که به سنگ میره، کار از درون که تغییر کنه، اوضاع احساسی، مالی، زمانی، وقتی و غیره ما حل میشه. بفرمایید بگو و برم 2 تا نیاز آخر. همین که ما نمیتونیم درونش کنیم، یعنی باید بالاخره یه کاری بکنی، یه چیزی وجود داشته باشه. مثلا من خودم هر کاری که میکنم به نظر من کافی نمیاد، نظر من ارزشمند نمیاد، یعنی نمیتونم بگم با کلا تو تونستی اون کارم. خب داری چی میگی؟ چون حرفت مهمه، پای تخته می‌نویسم همین حواست باشه ضبط بشه. تو داری چی؟ نیفت. داری میگی که حالا همینقدر تخته رو داشته باشی، داری میگی کار انجام میشه، این کاره خورشید خوشگل ورود نمیکنه به فضای ذهنی من، به فضای درونی من، اصلا ذهن که بماند. چون ما اول بعد از لایه ها 5 تا لایه بعد از ذهنمون بگذریم، از الگوهامون، طرحوارهای فکریمون بگذریم، بریم سراغ اون ساقه. میوه بود میگفتم، میوه، شاخه، ساقه، برسیم بشه، نمیشینه. بله دیگه، داری همین رو میگی دیگه. داری میگی پس اتفاق در بیرون خیلی زیاده، آنچنان من مکانیسم دفاعی دارم، آنچنان من الگوهای فکری دارم، آنچنان من در ذهن زندگی میکنم. ما زندگی تکراری داریم. اینکه مثلا من روانشناسی رو اول مسلط شدم، بعد رفتم تو عرفان، خیلی علاقه‌مند به شعر بودم که رفتم تو عرفان، بعد دیدم چقدر همه چیز شبیه. اون استاد عرفان میگفتش که تو تکراری داری زندگی میکنی، فکر نکن زندگی تو نوع مال امروزه، تو همون مثلا زهرای 5 ساله‌ای با تفکر 5 سالگی داری زندگی میکنی، اجازه نمیدی تجربه جدید برات اتفاق میفته. تجربه جدید برات اتفاق میفته. ما باید تمام کنیم. ساعت چند؟ فکر کردم عزیزم میتونی تشریف داشته باشین. همون زهره 5 سال. نیست زهره 5 ساله‌ای هنوز. مثلا وقتی من چرخه تایید و نشد، امیر چی میگه من هی رفتم دنبال بیرونی، هی رفتم اول از معلم شروع شد، الان رسیده به مشتری. اگر درمان نمیشد توی 70 سالگی تایید رو با دامادش میخواست به دست بیاره.
مثلا چجوری میرن، مثالی که امید زد دیگه، با پسرش، دامادش، عروسش، عروس فلانی هستن. تو هنوزم میخوای برای ارزشمندی از بیرون چیزی داشته باشی؟ گرفتی؟ داری چی میگی؟ داری میگی من تجارب برام اتفاق میفتن، ولی به قدری ذهنم اینجا مکانیسم دفاعی داره، الگوهای فکری داره، به قدری بستم منقبضم، اجازه ورود نمیده. چی میخوای بگی که وای نمیستی گوش بدم به تو میلرزی گوش بدی؟ تو میگی که مثلا ببین اینو به دست آوردی، اینو به دست آوردی، اینو به دست آوردی. خب من به دست آورده‌هامو دارم نگاه میکنم، ولی از اون ور چیزی که توش گیرم دارم میبینم، مثلا به چه قیمتی اونو به دست آوردم. یک نفر دیگه کمکم بوده، تنهایی نبوده که دستاوردامو باز از خودم نمیبینم. خب یعنی باز اون احساس ناکافی بودنه، اون احساس اون فلان مکانیزم دفاعی رو چیکار؟ خب الان که اومدیم تو درمان، من چوب جادویی که ندارم، در مسیر دارم بهتون میگم چیکار بکنید. ولی سوالت ادامهش. داشتم میگفتم که ولی خب اون به اون ته که نگاه میکنم انگار هیچ کاری نکردم، یه سری کارا بوده که فقط برای بقا انجام شده ولی هیچ دستاوردی نبوده. آره. یعنی تو میگی که کار انجام شده، آره انجام شده، مثلا یه لیوان اما آب در بوده تجربه شده. درونی نشده دیگه. بابا شوهر خودش واسه زنه پاره میکنه، خب گل میگیره، طلا میگیره، فلان میکنه. زنه میشه جلوی من، به خدا میگه تو هیچ کاری نکردی. بچه‌ها میگه من خودم رو تو کشتم، تو هیچ کاری نکردی. یعنی چی؟ داره چی میگه؟ داره میگه تمام کارهایی که کردی در درون من تجربه نشد. حالا دو حالت داره. چرا در تجربه این مثالشه دیگه، من مثالشو زدم که واضح تر باشه. چون اگه ما بیایم مثالهای توانایی رو بزنیم خیلی زرد میشه. من بیام توی عزیزم تو توانمندی، مگه من توانمندیمو از کجا آوردم؟ اگر تو قرار باشه اول بهت بدن بعد حس توانمندی داشته باشی که باریکلا مثلا ببرن تو وزارت کشور یک سمت مهم بدن که خب نه الان دیگه میشه. تو وقتی که اجازه به درونت میدی، همین که میتونی امروز با این مراجعه مثلا انقدر بری جلو، بعد احساس میکنی نتونستم. ببین 100 تا مشکل داره، یکیش حل شد. تجربه میکنی، اجازه میدی تجربه بیرونی، اتفاق بیرونی ولو انقدر مثبت به درون تو، به جان تو بشینه. ولی وقتی مکانیسم دفاعی داری، ذهن بسته است، اصلا اجازه نمیدی، ذهن بسته است. من درو بستم، الگوام شکل دادم، همون 5 سال اول هی میخوام تکرار کنم. فروید گرفتی؟ تو اجازه تجربه نمیدی. اوکی؟ حالا گفتیم در اون زن و مرده فکر کن 2 کس مقصرن. خود خانومه ذهنش بسته است، نمیتونه حلاوت و شیرینی این تجربه رو تجربه بکنه، همش دنبال اینه که مو رو از ماست بکشه بیرون. خب؟ و مرده هم عمیقا نمیده. یعنی اونم گاهی وقتا اون توجه رو میده بلکه دهنشو ببنده. قبول دارین؟ کسایی که این حال رو شاید تجربه کردین. چون این حس رو میده، خود مردم شاید آگاه نیست بهش. مثلا میره یه طلا فروشی اینجوری میرسه، به طلا رو بذارین و میره و میده، خانم تولدت مبارک. بعد خانم لهله میزنه کاش یک شاخه گل میخریدی. بعد مردم میرن دور هم جمع میشن غیبت میکنن، میگن که این زنا که اصلا عقل ندارن، یک گل میخواد، من طلا برات خریدم. با حضور مهمه، کیفیت حضور دو طرف در حضور باشن. من با نگاه هم به تو عشق میدم، با نگاه حتی حرف نمیزنم. تو هم اینجوری گیر نیستی، چون الان گیری، خیلیتون گیرین، قرار در اصل درمان آزاد بشی شول میشی، تو هم گیر نیستی. بعد یه دفعه روان میگه که چه اعتبار گرفتم، چه دیده شدم، شنیده شدم. همین واقعا همینقدر آسون و همینقدر سخته. یعنی روزی که بهش برسیم میگیم به چقدر آسون بود، ولی بیچاره شدیم تا رسیدیم. مثلا رانندگی. اوکی؟ پس هم خوشحال بشیم هم ناراحت بشیم. دو تا دیگر بخونم و بریم و این اسلایدها رو براتون میفرستم. تمرین بعدیتون اینه که حتما طرحواره هاتون رو با این نیازها
تطبیق میدید ببینید چه نیازهای نیاز در تنوع در انتخاب یا همون یادگیری رشد انسان تا زگهواره تا گور دانش بجوی تا گور ما باید حس کنیم که رشد کردیم یه چیزی الان یه چیزی اضافه شده یک کاری رو انجام دادیم اگر رخوت باشه ما یه نیازمون سرکوب شده مامانایی که خیلی بچه‌هاشون رو چیز میکنن انگار که بستر نمیدن همه چیزو براش فراهم میکنن به نوعی هم دارن رو خود اتکایی آسیب میزنن هم تنوع در انتخاب رشدم که گفتیم حالا نیازهای کارن هورنای هم هست اینجا تو اسلایدهای قبلیه بچه‌ها بعد خودتون بخونین دیگه تو اسلایدهای قبلی کارن هورنای رو نوشتیم اینجا جمع‌بندیش رو نوشتیم همه این نیازها رو برید بررسی بکنید پیدا نمی‌کنم فقط این اسلاید شماره 12 رو بررسی می‌کنید نیازهای کودک درون اینا اینم نیازهای دیگه از دسته‌بندی دیگه کارن هورنای 4 تا نیاز رو گفت محبت توجه تایید و احترام مازلو و گلاسر هم اومدن در رابطه با نیازها حرف زدن تقریبا تمام روانشناسا میدونن که نیازهایی وجود داره هر کدومشون از یه زاویه حرف زدن دیگه که ما این نیازها رو با اینا چیکار کردیم و چه اتفاقی واسمون افتاده اگر فقط درمان چیست با این جمله تموم بکنم درمان راه ارضاء نیاز از طریق بلدش بشم بپذیرمش بهش اجازه بدم بعد تموم معجزه اتفاق میفته میبینید معجزه همونجور که امید در حد تو 6 ماه دیدش هما تو 6 ماه دیدش هر کسی که یه ذره شروع کرده توی مسیر تغییر زینب داره یه سچتایی میگه خب وقتی اینا عوض شده همه چیز میتونه عوض بشه ولی زمان نیاز داره ممارست نیاز داره و تمام